آقا مخلص همه سجده، چه خبر؟ خوش اومدید به استریم آقا سم اسنو، استریمی که به دور از هر حاشیه ناراحتی هیچی، فقط میخوام لذت ببرم امشب از بفرمایشم که دیگه شب من گذشت، دیگه قرار نیست دوستان بازی استقلالو بریز دور، فوتبال ایرانو بریز دور، خستم از این انرژی منفی. خب بریم شروع کنیم. بذار اینجا ببینم، عالیه تو این وضعیت. بریم آقا، قلبا و آتیشا رو میخوام ببینم. شروع میخوام کنم یه جوری میگم میخوام شروع کنم، میخوام رکورد گینس بزنم دیگه. ما هم از این با کلاس بازی ها ما هم دراریم دیگه بابا، قلبا و نمیدونم اینا رو بذارید. اومدید به قسمت دوم بفرمایید با یوتیوبرها. دوستان خیلی سریع میریم سراغ شب قبلی ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب ما شب اول مهمون آقا احسان بودیم که شبی بود سراسر خنده و شادی، دور از پختگی و تمیزی و خوشمزگی غذا. حسام با عملکرد فوق‌العاده‌اش تونست با 3 پریسا، 5 مهشاد و 6 مهدیس به 14 امتیاز در شب خودش برسه. خیلی هم خوب بود. چرا شما فکر میکنید همیشه اشتباه ما تو سوشال مدیا اینه دوستان؟ همه میخوان آدم خوبه باشن، همه میخوان ذاتی که دارن واقعیش رو نشون ندن. آقا من نمیتونستم غذا درست کنم، همینی بودم که بودم و تو ویدیو نشون دادم. آقا من عادت دارم اینجوری کنم، حواسم نبود این دور دماغ مقایدم اینجوری میکنه دیگه. آقا این کارو کردم، لازانیا درست کردم. من خودم بودم دوستان، فیلمی ما نداشتیم. من وقتی که دیوونه میشم همینجوری بابخل میشم، واقعا داد میزنم، تون صدام بالاست، همه میدونن دوستان. اینجا من خودم بودم، 10 هم میگرفتم به خودم افتخار میکردم. اگر من به خودم افتخار نکنم کی میخواد افتخار کنه؟ عدد 14 اصلا عدد مقدسیه. غذاهای حسام یکم آروم، واقعا چرا هی داد میزنم واقعا امشب؟ احسان جان من اصلا با حاشیه حسام تا صبح حال منو بد کرد. میدونی ببین حالا بچه‌ها تو خونه من خوب نیست این ادبیاتو به کار ببرم، اصلا در شأن ویدیو نیست. بگو راحت ولی باش. من واقعا تا صبح حسرت اون غذا رو کشیدی. به لطف دیمیترون کلیدیومسی فوق‌العاده. فیلم بازی کردنه مهدیس شروع شد دوباره، سیمیکلون و دیفیکلومیکسیف و 100 تا قرص و دارو. تو اگه معدت به هم ریخت و سر صبح برای چی داری پسته و نمیدونم تیرامیسو و اینا، این چیه رو میزه خانومه مهدیس؟ شما که معدت در این حد بریزه به هم که 10 نفر 10 مدل قرص شما خوردی، ولی صبحش میای شیر و کیک داری میخوری رو میز، معدت دوباره خب به هم میریزه. همه چی خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. همه چی خیلی خوب که نبود. چرا میگم همه چی خیلی خوب بود؟ واقعا خندیدم فقط، یعنی حسام این چه سیسی آخه با شورت؟ چرا من اصلا یادم نمیاد اینجا من کلا اینجا چیکار داشتم میکردم، کلا چرا اینجا بودم؟ آشپزی هم کردی؟ بچه‌ها خیلی خوش گذشت. بعد برنامه خیلی دم عوامل پشت صحنه و سازنده آقای رضا گرم غذا گرفت واسمون. دوش جونت. به من خوش گذشت چون کلا جایی میرم بهم بد نمیذاره، ولی حسام واقعا تلاشش کرد. اینو به چشم داشتم میدیدم که همه زورشو داشت میزد. هم به ما بابا پریسا بذار سجده کنم. فقط تو که دیدی من همه زورم زدم، چرا انقدر به من هیت دادی خانوم محترم؟ خانوم هرس منو در آوردی تو پریسا. بابا آخه پریسا هرس منو در آوردی. نه پریسا حق داره دوستان. یه دقیقه بذار بچه‌ها من چک کنم اینور. واقعا تو بازی استقلال که موقعی که بفرمایید شام اومد و من میخواستم ریاکت برم، لیگ برتر ایران بازی گذاشت. تو فدراسیون فوتبال ایران خواستید من شکایت کنید آقای تاجت. هم یه چیزی قابل خوردن پیدا شه که ما گشنمون نمونه و رضا هم داشت تلاش میکرد که ما هم گشنمون خوب بود دیگه، خوردیم غذاش غذا. افتضاح بود. دسرش باشه تو خوبی مرشد تیم. هی حالا بگید آقا چرا رد نمیشه از شب من؟ چرا رضا ول نمی کنی؟ داداش بی خیال شب من شید،
ولی خوب بود، ولی به طور کلی با مزه بود، خوش گذشت دیشب. ژل زدی به لبات مهشاد؟ اینجا آخه یه جوری میشه. تو گفتی من عمل اینا انجام ندادم، من میگفتی سیب زمینی. ما نچرال این شکلیم. کاش ما نچرال مهشاد هم میدیدیم. پونه کوهی اشتباه بود، یعنی اگه آبیشن میزدم لازانیام 10 لول شاید بهتر میشد. 100 لول. فقط حالت تهوع دارم، برای همین حتی نذاش من اینجا صحبت کنم. رضا خدا لعنت کنه تو رو رضا. اینه دوباره صدای منو میوت کردید. چای سفارش شدم که بشوره ببره، حداقل با یه کیک پسته. امیدوارم اینم بشوره ببره، ولی فکر کیک پسته که معده شما رو اگه به هم ریخته بود واقعا این اکتای دروغ تو خانم مهدی سایریس یه جا دیگه انجام بده که باورت کنن. تو استریم من کسی تو رو باورت نمیکنه خانم مهدی سایریس. شما این چه کافه قشنگی هم است. من این کافه میخوام برم واقعا. از این رنگ سبز من خوشم میاد. نمی‌کنم اون هنرنمایی که حسام کرد و بشوره، ولی خب اوکیه. ولی مهمتر از همه این بودش که خوش گذشت به هممون. اگه قرار باشه همه چی عادلانه باشه، به نظرم بیشتر از 5 نباید. آفرین، واقعا بیشتر از 5 حقم نبود. اشتباه بود که من بالای 5 بگیرم و به نظرم اوکی بود. داشتم دیشب فکر میکردم 4 یا 3 که گفتم اگه 4 بدم میشه تغییر داد، ولی هرگز امکان نداره 4ش کنم. همون 3 عالیه. اون 3 هم واسه این بود که خوش گذشت. خوبه. 6 واسش اوکی بود به نظر من. 5 خورده یه جوری. چرا انقدر فیس خانوما بهتره موقعی که دارن من خیلی خسته و خواب بودم. یعنی من خب اصلا دستم به اینجوری نیست که مثلا کم نمره بدم. به هر حال من بدبخت زحمتشو کشید. حالا پسرم ما بدبخت نیستیم خانوم مهدی سایریس عزیز مای شما. اتفاقا من خیلی خوشبختم. ممنون از شما. به نظرم نمره خوبی دادم، اوکی بود. حقش نبود، حقش 1 بود. ببین بخوام بگم اگر حقم 1 بود 1 میدادی خانم مهدی سایریس. همین شما در این جامعه. آفرین، به من تایم صحبت بدید بچهای چت. همین شما که حق یکی دیگر رو الان دادی به من، حق یه نفر دیگر رو شما دادی به من الان ناحق اومد دستم تو این برنامه. اگر حق من 1 بود باید حق منو میذاشتی کف دستم. همین شماهایید که با سریا که حقشون نیست گنده میشه. تقصیر شماست خانم مهدی سایریس. حرص من امشب شما در آوردی با این حرف. 1 میدادی آقا اگه حق من 1 بود. ناراحت شدم یا نه، مثلا 3% شاید ناراحت شدم، 97% خوشحال شدم، چون شبم خوش گذشت و دوست دارم شب دوم سوم چهارم هم خونه ما بود. چرا باید ناراحت بشی؟ و دوباره غذا درست میکردم، نمیخوردم، میخندیدیم. مهمونا باید ناراحت بشن. رقابت با بقیه. ببین من که هممون با هم رفیقیم. رقابت و اینا تو رفاقت جایی نداره، ولی رقیب نمیشه. حاجی تو فارسی که رضا مگه پول میداد خانوما برن کافه ویدیو بگیرن؟ اینو راست گفتید واقعا. یعنی رضا آینه مهدی سو برده کافه که ویدیو بگیره. آقا ما رم میبردید. به ما گفتم تو خونه میخوایم بگیریم. خدایا اینجا هم حق ما رو خوردن. یعنی رضا آینه هم مثلا چرا انقدر پاتو تکون میدی؟ بابا من صحبت که میکنم یه جام باید تکون بخوره. الانم مثلا دارم اینور اونور میشم، مثلا یا دستام باید تکون بخوره یا پاهام، یا مثلا اینور اونور شم. کلا صحبت میکنم یا راه میرم بحث مهمیه. اینجوری هم کلا جوری نیست. رفیقت رقیبته. نزدیک بود خفت بشه بنده خدا پریسا. وسط راه پیادش کرده بودن، یعنی مثلا 10 کیلومتر دورتر از خونه ما. دوستان ما امشب مهمون پریسا اینجا هستیم. استودیو من و علی جانه. علی کیه؟ علی شریک زندگیمه، نور چشمم، تازه به به با شخصیت ترین آدم داخل این برنامه علی آقا. واقعا 1. ما این استودیو رو خیلی خیلی سال پیش 4-5 سال پیشه که اصلا فکرش هم نمی کردیم که میتونیم با یه جای خیلی کوچولو واقعا کامرا از رو خانوما میاد رو من میشه $1 میاد رو خانوما میشه $100. نمیدونم حتی دوربین بی‌کیفیتی هم از من فیلم گرفتن. دم آقا رضا گرم. شروع کردیم. بعد 4-5 سال الان اینجاییم. بعد تو این راهه واقعا در کنار هم بودن و صبور بودن زیاد مهمه. تو اون استودیو قبلیه که ما بودیم یه روز نه حال من خوب بود نه حال علی خوب بود. بعد یهو نیمرو نوسنگک و اینا درست کرد. مثلا من نیمرو زدم گفتم ولش کن بیا یه صبحونه بخوریم گشنمونه. بعد همزمان به علی هم نمیومد صبحونه بخورم، ناراحت زیاد.
بعد من دیگه اصلا دست نزدم به صبونه، رفتم آبرنگم آوردم نقاشی کردم و شد این. آخه واقعا اون چیه؟ سمبوسه است با ذره‌بین. منم اینجا مثلا تصویر سازی میکنم برای دل خودم، یا اگر کمپینی باشه، ایونتی باشه، چیزی باشه، مثلا چون اینجا بچهای دیگه هم هستن که مشغول به کارن، یعنی فقط مثلا 2 نفری کار نمی کنیم، نزدیک آخه چجوری به پریسا شما هیت بابا این خانوم واقعا خانوم با شخصیت، با شعور. پریسا واقعا خوشقلبه، بیشوخی خوشقلبه پریسا، جدی میگم. 6 نفر اینجا میشینن به کاراشون تو هفته میرسن. مثلا اینم خودم چاپ زدم. من ورکشاپ های چاپ که میذاشتم که رضا کینه کردم من. خب مثلا یکی از چقدر زشته. کارهایی که من تو ورکشاپ کردم ببرش این بود اونور. که بعد این کلیشه‌شو خودم درست کردم، بعد جوهر زدیم، چاپ زدیم، خیلی بده. بعد میشه عشق یک منی تخته چت. زیبا. من الان نمکای آقا رضا واقعا با نمکه، ولی واسه فقط خودش، واسه من یکی نه. یعنی من به رضا آینه نمیتونم بخندم تو بفرمایید شام، ولی بیرونه بفرمایید شام شاید 2-3 تا چیز بگه بخندم. بشکنه. خب اینجا پریسا داره علیزودیاکو میکشه و پریسا جان اینجا چی کار میکنیم؟ چرا اینجاییم؟ چرا خونمون نیستیم؟ چون خونه ما یه خونه نقلیه 50-60 متریه که 10-15 تا آدم همه میرفتیم توی چیز هم دیگه، یعنی اصلا هوا جریان پیدا نمی‌کرد. ما هم خونمون 40-50 متر بود پریسا جان، ولی چجوری ما برگزار نه شوخی کردم واقعا. چقدر کثیف آشپزخونه واقعا. از همین الان بعد این صحنه رو میدیدم نمره نمیدادم. اکسیژن کم میومد تو اون فضا. خب پریسا به من لو داد. گله که پژمرده داره شب میشه. پریساس امشب 100%. دیگه یا پیکسیه یا مهشاد دیگه. خدا رو شکر، خدایا شکر شام میخورم روشم. پریسا پایبند به هیچ قانونی نیست و من دوست دارم ببینم که چه غذایی واقعا دوست داره بپزه. دوست داره که نه قراره بپزه. چی میگم؟ خانم پیکسی امروز قراره به عنوان پیش غذا سالاد نودل برامون درست به کنه. به. فکر میکنم اولین باره که یوتیوبر داره سالاد نودل درست میکنه. آخه کی سالاد نودل میده خورده ملت؟ سالاد نودل یعنی تو سالادو با نودل قاطی کنی. من دیدم به این پیش غذا پیکسی، حالا که اینجوری شد فش دادم دوستان، فش میدم. اصلا از این وقت تو این استریما شما فقط فش میشنوید. یه عمر سکوت کردم، یک عمر به هیچ کسی بی احترامی نکردم، ولی امروز میکنم. به همه میخوام بی احترامی کنم. سالاد نودل سالاد نودل اوه با مزه است. پیش غذام سالاد نودله. میخوام حاجی، الان انتقاممو تو برنامه نگرفتم، دارم تو چیز میگیرم. دوستان من واقعا همیشه قهرمانم، جدی. باره نظر فقط اینجا میدم دیگه، تو برنامه نمیتونستم نظر بدم. نظرهای واقعی ما تو استریم میگم. تو استریم میخوام همه حرفای دلمو بزنم. خانم پریسا بد بودی، همین تا اینجا فعلا. سبزیجاتشو همه رو خورد کنم، بریزم این تو نودلشم، بریزم سس مخصوصشم درست میکنم، میدم میره تو یخچال. چقدر راحته. امیدوارم با خوردن سلام سالاد مارتیا. نودل پریسا رودل نکن. اصلا به تو نمیاد این حرف. انتقام. شوخی میکنم، نه جدی. حال کردید؟ سر این اکتم رفتم انتقام گرفتم از پریسا، ولی دلم نیومد، گفتم شوخی کردم. هرچی توش باشه میخورم. اینجوری نیست که بگم مثلا فلان چیز توش نباشه نمیخورم. آقا مهشد یه ایراد بگیر. انواع نودل ولی فلان بعد چیز زده توش بیرون نباشه سر نمیخورم. صوبیا. این آمپولای مهشاد که لباش زده بعد زده بیرون سر صوبی. آقا مهشد این عاشقا اینجوری که هم اینجاش مهشاد طبیعی باش، آهنگ طبیعی باشه. تیم بکس رو بذار گوش کن مهشاد. یه ایراد بگیر. میخوام زاویه فک بزنم، منم بزنم زاویه فک. دوست دارم بزنم زاویه فک. انواع نودل ها، یعنی دست رو چیزی ناخونای مهدیس چرا از همه چی ایران؟ ناخونای مهدیس چرا اینجوریه؟ واقعا گذاشت که من واقعا دوست بخور دارم. دیگه، اونو خریدیم اون زیر گذاشتی، چرا نمیخوره حاجی؟ اینا اصلا خورد. دهنش سرویس هرکی هست. خب لیپوماتیک کنم 360. لیپوماتیک چیه؟ ولی یهو میبینی برق میره، یهو میبینی اینترنت 6 ماه نداری، یهو میبینی زنگ میزنم بهت. عالیه. فقط من سالاد نودل تا حالا اون مدلی نخوردم. سلام. فکر می‌کنم اینجوری باشه که
نودل حالا سبزیجاتش اینجوریه که فلفل دلمه‌ای، هویج، مثلا کدو، اینا احتمالاً باید باشه. محتوا سازی رو از کجا شروع کردی؟ اون موقع سیستم که نبود، یه کیس کوچولو اداری بود بیشتر. وبکم هم از دست فروش بغل چارولی هست، این کیفیت زباله، یعنی پیکسلای صورتم میافتاد. 4-5 صبح استریم کردم خیلی رندوم، دیدم 60-70 نفر اومدن میپرسیدن، سوال میپرسیدن، چرت و پرت میگفتن. دیگه همون ادامه دادیم تا الان که دارم بفرمایید شما رضا آینه کلم خورد میکنم. چرا اسمتو گذاشتی پیکسی؟ من دانشجوام که بودم، بچه‌ها تو دانشگاه بهم میگفتن پیکسی. خدا، یعنی اصلا پریسا هم موقع بهم نمیگفتن. یعنی من نذاشتم اسمم پیکسی به خاطر یه یوزرنیم بانمک مثلا این مدلی. این فرشته کوچولوها هست که تو هری پاتر یه قسمت بود ادلوستر آویزون میشن، آبی کوچولوها اینجوری میکنن، اونا اسمشون پیکسیه. خب بعد پریسا فرشته که نبودن. مدلش تو فارسی پری، که پریه، سا یعنی مانند، یعنی هر چیزی که سا داره میشه مانند. جن بودن. مانند پری، اونم پیکسی خودش. یه سری جنای پریه. بدجنس. سالاد نودل، من خیلی نودل دوست دارم. منوم داره باز میشه، باقی هم اشتباها الان میبینم. بذار ببندم. پریسا جان یه سری کامنت داده راجع به بفرمایید شام سهیل. بابا من این همش تقصیر یه سری پیجاییه که کره میخوان بگیرن از محتوای ما. من فقط تو ویدیو، تو استریم داشتم ویدیو رو میدم. باورت میشه من سهیلو تو ویدیو بفرمایید شام رضا که دیدمش رفتم چنلش رو نگاه کردم. من حتی تا قبل بفرمایید شام رضا نمیدونستم سهیل سول با یوتیوبر با باباش ویدیو میزد. اصلا هیچ ایده نداشتم راجع به این موضوع. بعد من داشتم ویدیو میدم، به خدا ببین سهیل چیپس رو اینجوری باز کرد، خب اینجوری چیپس رو اینجوری گذاشت، تو کاربونه یه کلمه بودم آقا این چوزخور بازی ها چیه آقا، پاکت چیپس رو درسته بذار رو میز. توهین فحاشی پیکسی به سهیل سولبا. بعد دیگه من قاطی کردم، همه چی بدتر شد، گفتم من چیزی نگفتم، کلی بازی. فرداش اومد تو چت نامه عجیب کنم، پیکسی شما چی گفتی تو استریم؟ خب شاید سهیل نگران چربی خون مهمونا بوده. اما وردی اصلا یا امیر ایزد اون وسط برچه سر بیادارامی میکنه. یا برو امیر ایزد. سالاد نودل، سالاد با نودل دیگه قطعا. اصلا یه دور دیگه روش بخون. سالاد من که خودم عشق نودلم، یعنی یه جوری همش دارم میگم سالاد نودل، رسما هیچی به برنامه اضافه نمیکنم. غذای کره‌ای که خیلی دوست دارم. غذاش کره‌ای نیست، خب این غذاش چینیه. مثل رفاقت‌های ما یه بار یوتیوب. رفته بودیم رستوران چینی، خب بعد اینو ما سفارش دادیم، من یعنی سفارشم سالاد نودل بود تو منوش اسمش، ولی انقدر این سس خوشمزه بود اصلا تو احساس نمی‌کردی داری اون، یعنی به خاطر اون سس خوشمزهش می‌خوردی. بعد ما خیلی تلاش کردیم برسیم به اون سس رستورانه. من میخورم سالاد نودل، مشکلی ندارم، تا تهش هم سعی میکنم بخورم و چون پریسا میپزه قطعا خوشمزه است و همین الان احساس میکنم نمره این پیش غذا رو گرفت. پس حسام کل غذاشو میخوره. مثلا نودل با هویج زنده و خیار و بله. یا نخود و این. هویج زنده. بهترین ریاکشن هه فقط خندیدم به خیلی به نظرم جذابه واقعا. هر چی گفت؟ اینا یا نخود و این. هویج زنده. خیلی به نظرم جذابه واقعا. هر کی اینجوری که میترسیم اگه پاشه یه راه بره. بابا یزید تو رضا. الان اون رضا بعد بیمزه‌ای رضا، اینه دوستت دارم ولی سرم درست میکنیم میزنیم تنگ این میره توی یخچال، سس بیشتر لذیذش میکنه، وگرنه کاهو و کلم و اینا در کنار هم اونقدر چیز جذابی نیست. من خودم نودل خیلی دوست دارم. وقتی که خونه غذا نداریم کلا من نودل میخورم، انواع و اقسام نودل. میای سس رو ضرر درست داره کنی؟ ولی بچه‌ها میگن نودل. نمیدونم واقعا راسته یا نه این موضوع که نودل بده یا نه. توجه شده شما؟ نظرتون چیه راجع به این که از خانوما چیز بگیرم بچه‌ها، از برای خانوما جبران کنم یه ویدیو یوتیوب برای 3 تا خانوما غذا دوباره درست کنم ولی این سری جبران شه. متوجه هستید؟ میخوام این کار رو انجام بدم، پس هستم من این کار میکنم جدی بی شوخی. نه بیرونم نمیگیرم، دوباره خودم درست. خب بیا درست کن دیگه، قرار شد کمک کنی بهم.
وای ببین واقعا دلم واسه شوهر پریسا میسوزه، چون پریسا مثلا بیشتر 2-3 ساعت پیشت باشه سردرد و صد میگیری، انقدر که جیغ و داد و قر میزنه پریسا. واقعا یه بار من چند بار واقعا سردرد گرفتم پیش پریسا بودم، جدی. اینجا رو به هم نیای سوسه رو درست کن. حق داره نیاد. داشتم میگفتم آقا خانوم پیکسی عصبی میکنه آدمو، علی آقا حق داره. علی آقا درود بر شرفت. داستان ازدواج رو بگو. پریسای 10 سال پیش میپرسیدی خودم رو تو این سن متأهل نمیدیدم جدی. خب یا باید بگیرتت یا به هم بزنی، همینجوری نمیتونی دوست پسر دوست دختر پیرشی که میدونی. بنده خدا رفت سربازی، هم من خیلی اذیت شدم، همون خیلی اذیت شد. بعد دیگه عشق چقدر عجیب و غریبه. منم دوست دارم عاشق باشم، ولی عشق واقعی توی این دنیا دوستان نیست. کجا من کی عشق واقعی رو من چرا نمیبینم؟ کوش هی چشو میندازم اینور، هی چشو میندازم اونور، میبینم نیست. عشق واقعی دروغی بیش، ولی پیدا میشه سخت. کوش نمیبینم، واقعا من که ندیدم. نیست دوستان، همه پوچ و تو خالی. یه 4 تا کلن من یه دونه استاپ. سختی های زندگی بماند، حرص و جوش بماند. بعد ببین من از زیر سنگم شده زن زندگیمو پیدا میکنم. داشتید صحنه رو دیدید چجوری گفتم؟ محکم و استوار. من ازدواج خواهم کرد. کلا صبوری باید بکنی مگه نه؟ 100%. خب اگه میخوای بیا بگم من واقعا پریسا صبور نیست، اصلا پریسا صبور نیست. صبوری که پریسا جان بذارش کنار. معلومه که علی آقا خیلی تو نبودی صبوره. من گفتم سلام دوستان. گفت علی کیه؟ گفتم اصلا علی آقا رو نگاه، یه دستش به کل هیکل خیلی ها میارزه حاجی، خیلی قوی علی آقا واقعا، یعنی با یه دستش میتونه نصف کامیونیتی رو کتک بزنه. چشم. چی شده؟ گفت علی کیه؟ گفتم نور چشم. بلد نیستی که بده من گفتم سس. بنده خدا معلومه پریسا خیلی اذیتش میکنه. خب به نظرم نادر پیش غذای خوبیه. بچه آدم باید دختر باشه دوستان. دختر، شما از سر کار میای، سر کاری که نداریم، از اتاق میریم بیرون، بیاد بگه بابا حسام، بابا حسام، با این صداشو من دیوونه بشم بگم ای قربونت برم دخترم بریم شهر بازی. سریع میگم خانم لباسو بپوش، راه میفتیم به سمت شهر بازی. میریم شهر بازی، بچه رو با خانم سوار چیز میکنم، اله کلنگ که نیستون، چرخ و فلک. بعد میبرمشون یه جای شیک شام، میریم یه جای خیلی با کلاس، میریم اونجا بابا حسام دست میکنه جیبش. وای خوب بود این صحنه، تصورش خوب بود ولی واقعیتش خیلی دوره، برای دور از ذهنه. رودزیو، آفرین میبرم. نه رودزیو میبرم. با علی زودیاکینا میریم، با علی زودیاک و خانومش 4 تایی 5 تا البته، چون من بچه دارم شدم. علی اینا احتمالاً بچه دار نشدن دیگه. خیلی حال میده حاجی. علی زودیاک خوراک حاجی، نه اتفاقا علی زودیاک میتونه عموی خوبی برای اون بچه باشه جدی. بچه به زودی قراره یک آهنگ از من بیاد بیرون، احتمالاً به صورت موزیک ویدیو. آهنگش هم آماده شده، فقط خواستم در جریانتون بذارم. خندس آهنگ دیگه، میخوایم بخندیم موزیک ویدیوش. امباپه رو جمع کنیم، یه کامرامن بگیرم، بچه‌ها رو تو استودیو جمع کنم، یه شبه ما موزیک ویدیو رو میدیم بالا. اوکیه نودل اونقدر سنگین نیست. من خودم اینجوری هم که مثلا نودل که میخورم، مثلا بگیم حتی 2 تا نودل، یعنی دیگه بگیم وای میخورم یه رو باش گشنم میشه. اصلا انگار حکم داستانش اینجوریه که تو میخوری یه ذره معدت همون موقع میگیره، بعد انگار ول میکنه میره تو روده. نگاش کن نقشه تو سرشه. اوی دستم بریدم. میشه چسب زخم بزنیم؟ وای دیدی اصلا براش مهم نبود دستم برید. حق داره واقعا. ببین علی آقا تو رو از 0 تا 100 میشناسه پریسا، قطعا که میفهمه تو داری دروغ میگی. اینه ها اولش قشنگه، میگن شناخت. الان من این شکلی هم بشم اصلا هیچ اهمیتی من نداره. میدونم الکی داری میگی. به نظرم اوکیه واسه پیش غذا، سبکه. واقعا قلبم شکست دستم برید، واقعا حتی برنگشتی نگاه کنیم.
جدی ناراحت شدم. آخه مطمئن بودم دستتو نبریدی. اون حالت فکر حاجی یعنی بود. بیشتر دوست دارم با پریسا و علی آقا برم بیرون ازدواج کردم. هستید؟ این پلن خوبیه. مشخص بود نبرید. کلا به نظرم با مزه است پیش غذاش، ولی ایده ای ندارم که بابا چی میگید؟ مهشاد همش داری حرفای تکراری میزنی. حوصله‌مو سر بردی. یه ذره حرفای جدید بزن. میخواد چجوری درست بکنه سالاد نودلو. علی آقا از چالش‌های زندگی با یوتیوبر استریمر بگو. مثلا اینکه همیشه خونه است. یه نکته مثبت یعنی باحال. چه همیشه خونه است؟ خونی هستی، ظرفا رو میشوری، لباسا رو تمیز می‌کنی. واقعا منظورت این بود؟ کارهای خونه رو میرسی انجام میشه بدی. ازش دیگه سوال نپرسی؟ تو می‌خواستی بری مثلا یه جا شرکتی چیزی استخدام شی، اینا یه بخشش میافتاد رو دوش من دیگه. همین که کارهای خونه رو انجام میدی، خب واسه منم بالاخره. دوستان شوخیه اینا همه. و همین احساس میکنم نمره این پیش غذا رو گرفت. حسام یعنی تو داداش اینو که گذاشته بودی چرا دوباره گذاشتی؟ کل پیش غذا رو میخوری. دردسرش هم اینه که او باگ ادیت رضا رو در آوردم. رضا بدم. رضا این چند دقیقه پیش بود. همین نریت هم روش انجام دادی. واقعا رضا آینه بدری و امیدوارم که مردم دیسلایک کنن ویدیو تو با این کاری که انجام دادی. بذارین کامنتاش چقدره. میرسی انجام میشه بدی. ازش دیگه سوال خوب کامنت خورد. نپرسی؟ تو می‌خواستی بری مثلا یه جا شرکتی چیزی استخدام شی، اینا یه بخشش میافتاد رو دوش من دیگه. همین که کارهای خونه رو انجام احساس میکنم نمره اینه که مثلا من چون کارم اینطوریه که هر روز 9-10 صبح سر کارم تا مثلا 7-8 شب داره بعد میام کمک خونه میکنه. دیگه مثلا خاک تو سر ما که فرنود یه دونه مرغ با ما پای که همه دنیا عصبی شد. یه ذره انرژی مونده واسم و بعدش هم دیگه خسته میشم بگیرم بخوابم. یهو واقعا مثلا چرا اینو داری میگی؟ 2 واقعا صبح چرا اینو 4 داری میگی؟ صبح یهو من با این خودم میگم ویدیو نکنه میمونه. جنگ شده دوباره. این ویدیو مثلا میمونه تا صدای جیغ و ابد. فریاد یهو میاد. واقعا اینا بلند میشم متاسفم. میبینم نه پریسا داره استریم میکنه، مثلا یا داره ریاکت میره. یه لحظه فراموش کرده ساعت چنده. کره بادوم زمینی با ارده و سویا سس. اصلا براش مهم نیست. که داره نودل سالاده نباید خیلی بپزه که خیلی دیگه نرم و پفکیشه، چون میخواد بره قاطی سالاد. در همین حد که نرم شد، یعنی اهم فرفریاش باز شد، اینو میریزیم. آ پریسا حوصله‌مون رو سر بردی. آب سرده مثل اینکه نمیذاره اینا به هم بچسبن. این نکته آب کلیدیه که فقط تو بفرمایید شام یاد میگیرید. قاطی این میکنیم. اینم سس بی‌نظیرشه. بادوم زمینی، زنجبیل، سیر، فلفل، نمک، آب لیمو، روغن زیتون و ارده داره. هم میزنیم توی یخچال بمونه تا بچه‌ها بخورن. شخصا دوستان طرفدار غذای آسیای شرقی نیستم که اصلا هم حالا هیچ اهمیتی نداره. مثلا اینه واقعا اهمیتی نداره تو دوست داشته باشی یا نه. ما مهمیم که تو برنامه ایم. من چی دوست دارم چی ندارم، ولی تصویری واقعا چیز قشنگیه. بریم سراغ غذای اصلی. غذای اصلی لازانیاست. به به. بریم ببینیم پریسا چجوری میخواد لازانیا رو درست کنه و مچ حسام رو بخوابونه. اوه خنده داره؟ لازانیا. غذای اصلی وای خدایا مگه میشه؟ من نمیدونم واقعا چجوری میشه که از اون اول همه غذایی که من انتخاب کردم و یا تو پیش غذا دارن یا تو غذای اصلیشون. غذای اصلیمو من چون با تجربم و خیلی خبرم و حرفه‌ای میدونستم وقت نمیشه من گوشتمو الان درست کنم و واقعا آهان خاک تو سر ما. پس مایه لازانیا شاهکار من که تکرار نمیشه. درست کردنش خیلی راحته. یعنی اگه فکر کنید الان اینو یکی دیگه درست کرده من اینو آوردم، مشخصه علی آقا درست مشخص کرده. راست کاری نداره میگن. من اینو درست کردم. فکر کن بعد این پریسا نکنه- آشپزیت واقعا بده. جدی دارم میگم. احساس میکنم یکی هست میاد خونه غذا درست میکنه واسه علی آقا. مثلا یه آشپز استخدام کردی. واقعا دلم واسه علی آقا که واقعا سوخت. حسام برگشتیم. من یه پا مثلا تو بیمارستان بود، با این وجود گوشتمو با پیاز تفت دادم، فلفل دلمه هم بهش زدم، رو با ادویه‌ش هم زدم. این که پخت
گوشتم خنک شد که اینجا بیام فقط قارچش رو اضافه کنم. میخوریم چت واسه لازانیا رو فالووراست. میخوریم ببینیم به لازانیه من میرسه نه. لازانیه من که واقعا خوب بود. لازانیا رو میخوریم ببینیم به لازانیه من میرسه نه. لازانیه من که واقعا خوب بود. به هیچ وجه فقط تونه کوهی و پنیرش زیاد. به حساب نخواهد نه که اگه رسید. اینا اوکی بود ما میخوردیم با هم همه. دقیقاً خوردن اونم انقدر خوب بود عالی بود. که اون مرغ اومد. مرغ که من پخته بودم آرزوشون این بود دوباره لازانیا رو بخورن. خدا رو شکر میدونم امشب قرار لازانیای درست بخورم، اینو حداقل خیلی امیدوارم. مال حساب چش بود مگه؟ مثل آهنگی میمونه که سری اول گوش میدی دیگه، شاید سری اول نفهمی چه شاهکاریه، ولی یهو دفعه دهم که گوش میدی، دفعه 11 اصلا میفهمی این هیت یه قرنه. این لازانیه منم هیت یه قرن بود، نتونستن ذائقه‌شون رو درک کنن. این پونه کوهی 5 سال دیگه ترند تو غذا، الان دمنوشه. چند سال دیگه که ریختنش تو واقعا جدیه دوستان، اینا الان نمیفهمن سطح غذای منو. 5 سال دیگه که پونه کوهی رو تو همه چیز زدن خوردن، اون موقع است که شما میفهمید من کی بودم. غذا اون موقع شما میاد بر من دست میزنید. میدونی سخت ترین قسمت الان تو زندگیم چیه؟ اینکه مثلا بابای علی میخوام یا خونمون. ببین یهو انگار فلج اطفال میگیرم به خدا. واقعا سخت پذیرایی از مامان باباهایی که خودشون یه عمر دستشون تو کاره. یعنی من غذای اصلی که انتخاب کردم لازانیاست. پیش غذای حسام لازانیا بود. امروزم غذای اصلی میزبان امشبمون لازانیاه. غذای منم لازانیه. الان بعد دقیقاً چیکار کنم؟ منم آشپزی میکردم ولی نه مثل الان. الان عوض میکنه دیگه، رضا اوکی میکنه عوض میکنه. مجبورم شام و ناهارمون رو درست کنم، هم مجبورم علی خب میاد استودیو ناهار با خودش میاره، بعد ناهار علی رو حواسم باشه. سر همین واقعا گوشترک کردم معمول لازانیا ایزی ترین چیز دنیاست واسه من، چون من هر روز دستم تو خورشته. من لازانیا دوست دارم کلا. آقا خودمونی لازانیای حسامم خوب بود، ولی که خانم چرا دروغ میگی؟ لازانیه من کجاش خوب بود؟ پونه دهن سرویس. ولیکن لازانیای من با لازانیای حسام خیلی فرق میکنن. بزرگترین فرقش اینه که تمیزه، دستام تمیزه، دستای منم تمیز بود. آشپزیم تمیزه. برای مثال لطفاً الان اینجا رو بگیر، ظرفشویی رو بگیر. الان ظرف کثیف میبینین؟ حسام هم اینجوری بود. میبینی همه ظرفا شسته است. یه دونه این مونده که اونم خب تمیزش میکنم. خب قطعا لازانیای امشب با لازانیای دیشب مقایسه میکنم. تازه اون که لازانیای رولی بود، تازه این لازانیاست. اون که اصلا رول نبود، اون که هیچی. قطعا مقایسه میکنم که ببینم کدوم بهتره. به نظرتون باید غذای اصلیمو عوض کنم الان که منم غذام لازانیاست؟ واقعا ناراحت شدم. آدما دو دستن تو قارچ خورد کردن، میدونستی؟ ببین خیلیا اینو همین اینجوری خورد میکنن با پایه. من نه، من اول پایه‌شو اینجوری میکنم دو که قلوه. قارچام این مدلیشه. پایش هم یعنی پایه خوراکیه. دراز تو غذا نیاد. واو. قارچ که میذاره احتمالاً هر کی هست. شما ایرادشو گرفتیم دیروز جلو، به خدا اسم گفتیم قارچ نداشت. پریسا علاوه بر استریم تو یوتیوب هم یه مسابقه خیلی خفن درست کرده، مسابقه مچندازی بین یوتیوبرها. من مسابقه رو که درست کردم، خب میخواستم خانومارم که بسازم که خورد تو قطعی اینترنت و اینا. مسابقه خانوما رو من مهشاد و مهدیس رو اصلا در نظر داشتم. الان که آفرین. با هم گروه شدیم من بخوام اون کار رو بکنم. پریسا هر کاری کنی واقعا تو 20 دقیقه اول من نخندیدم. یعنی قابل قیاس نیست شب تو با شب من. واقعا بنده دارم جدی میگم. شما باید برید درس محتوا سازی رو به اینجا پیش من پس بدی پریسا جان. وقت برات اوکی میکنم. میخوام به زودی آماده کنم آموزش کانتنت کریئتور بودن رو واسه پریسا. به زودی پریسا اوکی هم خیلی دیگه راحت تر میشه. الان با هم دیگه خیلی نزدیکتر شدیم که بخوایم بیان مچ بندازن. مگه میشه مثلا دسرم با حسام یکی مهشاد باشه؟ میتونی عوض کنی. بابا الان بس با- مشاد. خانومی که امشب میخوایم بریم خونشون یکی باشه و دوباره اون پیش غذاش لازانیا باشه. مگه میشه مثلا این همه آجی آیتم ولی مهشاد اینجوری صحبت نکرده. اینو رضا بازی رضاست.
یه سوال میپرسه بعد اینا رو هی قطعه قطعه میکنه، هی معشد انگار داره راجع به یه موضوع دیگه صحبت میکنه. من که مچ تو رو میگیرم رضا آینه. جاری خیلی جالب و عجیبه این مسئله. پریسا دوست داشتی با چه عشق کانتنت منی. کریتور خانمی کار کنی؟ من خیلی دوست داشتم الان کانادا بودم. بفرمایید شما هم غیر از من مثلا میا هم توش بود. اصلا به واقعا؟ میا که با پریسا توی قاب میاد احتمالاً، چون پریسا آدم درست و خوبیه، چرا نیاد. خفن میشد. خیلی خفن میشد. امیدوارم یه روزی بشه. این اگه محتوا سازیم مثلا من اینو دوست دارم. خب پریسا خانم داره این قارچایی که پا هم ندارن و اضافه میکنه به مایه گوشت. اتفاقا قارچ باید پا داشته باشه. چت شما متوجه؟ بعدش لازانیا رو درست کنه و چقدرم چیزی که دارم میبینم چیز خوشمزه‌ایه. سس بشامل هست اون سفیده. من از اون سس متنفرم. خیلی هم آقا خوبه لازانیا درسته که به پنیرش داداش، سس بشامل اصل کاره. خوبه، ولی وقتی فقط ماکارونی و پنیر باشه گوشه یه چوسه باشه واقعا اصلا نمیتونم بخورم، یعنی سری دلمو میزنه، یعنی فقط باید سس مالیش کنم تا بتونم بخورم. بره واسه خودش. این بره واسه خودش. اوکیه، به نظرم به پیش غذا هم میخوره، یعنی توی سایدن خوبه. اوکیه. به نظرم خانوما بیشتر باید با هم کلاب بدن. احساس میکنم کلاب دخترونه و دختر پسر کلاب خیلی کمه. مثلا من خودم سهندش خیلی خمنی. دارم تلاش میکنم که سعی کنم کلابای قابلمه مخصوص مثلا با لازانیا. دختر با پسر شما کلاب بدیم که ذره این دو دستگیه به این بره. واقعا من رو مخمه. جالبه، نیده بودم. به عنوان یه کانتنت کریتور دختر اگه بخوای کارتو شروع کنی باید خیلی صبور باشی. خدایی ببین فوشت میدن، اسم یکیو بیاری هی میگن از نردبونش داری استفاده میکنی، انتقاد کنی میگن داری باز اون کارو میکنی، خوب باشی داری اون کارو یعنی ببین دختر باشی یکی تعریف کنی یه جور بهت میپردازم، بعد بگی یه جور دیگه بهت حمله میکنم، بعد هر کاری چشم هم میذارم. نمیتونی بکنی. پسرام مثلا ممکنه یهو بره این بالا خودشو پرت کنه پایین، خیلی خنده دار و فانه. ولی دخترها این کارو کنن میگن برای جلب توجه، نگاه داره چیکار میکنه. خدایی بوشو نگاه کن، اصلا لازانیا اصلا بو نداشت، این بو داره. بوی بازم ببین من هم بازم با مزه پونه‌اشو دوست داشتم، ولی خب ولی واقعا من فرنود زحمت کشید. لازانیه که امشب قراره بخوریم امیدوارم که برشته باشه، یعنی اون روش برشته باشه، شلوول نباشه. آها یه سریا فکر میکنن خانومان چون دخترن، خب دخترها ویو دارن دیگه، که مثلا همه ویوراشون پسرن، میان مثلا تو چت استریم یا تو زیر ویدیوهاشون همه پسرن. من اوایل خیلی از این کامنت ها میذاشتم، مثلا یکی میومد زیر پستم ازم تعریف میکرد، یکی میومد ریپلای به اون میگفت مثلا چقدر حولی. من اینجوری بودم که مثلا صرف مثلا همون اون الان بره مثلا زیر چه میدونم پست امیر ایزد قلب بذاره حول نیست مثلا، ولی الان بره میگن چقدر چاپلوسی. طرفدار یه دختره باشه یهو تبدیل میشه به یه آدم حول، خیلی مسخره. ولی به مرور کامیونیتی آدم که شکل میگیره دیگه این چیزا هم آقا عشقی عجب چیزی داره میشه. تو چت و اینا. بچه‌ها راز نچسبیدن اینا به هم اینه که شما تو اون آبه که این داره میجوشه روغن بزنی. و اینم در نظر بگیرید که من گفتم کنار لازانیا باید ماست باشه. سلام امیدوارم زیرو منشاد استی. یا ترکیب خوبی نمیشه. پیکسی، حالا من نمیدونم کدومشونه، اینو در نظر داشته باشن. پریسا اگه میتونستی یه چیز تو کامیونیتی درست کنی چی کار میکردی؟ راجبه هیچکی نمیتونی حرف بزنی. تا ویدیو یکی رو میبینی یه چیزی میگی یهو به 4 نفر بر میخوره، قهر میکنه. تو باشی من تو ویدیو، حالا مثلا یه ویدیو نگاه کردی ریاکت رفتی، واقعا به زیاده. نظر من یکی از شرط‌های اول جنبه رو ببر بالا. محتواسازی اینه که جنبه داشته باشی. این خیلی منظرم مهمه. و من ممکنه تو کامنت‌های همین ویدیو هم چرت و پرت بگم. آدم باید جنبهشو داشته باشه. خب بچه‌ها من الان اینو میذارم همین گوشه استراحت واقعا کنه. سسش خیلی یعنی واسه خوشمزه خودش میخوره باشه. کاری باش ندارم. سس من خیلی بچه‌ها که بدمزه بود اومدن قیافش. داشتن چای مای میزدن. قبول داری این سس من واقعا بدمزه بود، ولی سس پریسا میخوره خوشمزه باشه. سس لازانیاش چیکار میکنیم؟ زیرش رو روشن میکنیم که پنیرا و اینا آب شه. موقع سرو غذا من بشقاب هر کیو میذارم رو گریل مایکروفر.
که روش فقط روش طلاییشه. وای دارم دیوونه میشم. خیلی الان دوست دارم اون لازانیه بره تو شکم من. دسر امشب نامی عجیب داره. دسر امشب چوروسه. دسر ها قیافه چوروسه. دسر ها چوروس 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 چی هست؟ خدا رو شکر مهشاد اینو نمیخواست درست کنه. نشنیدم چوروس تا حالا. بابا همون زولبیا بامیه امیدوارم خودمونه. مسخرم نکنید که نمیدونم چیه. واقعا نمیدونم چیه. خب چون نمیدونم. اصلا نمیدونم چیه چوروس. میخواین سرچ کنم ببینم چیه؟ تا مهشاد سرچ میکنه دوستان دکمه حساب یادتون نره. دوستان من چوروس خوردم تو یکی از کافه‌های تهران، سر ویدیومم خوردم. آبروم رفت. همون بامیه ایرانیاست، فکر کنم شیرین نیست، اون شیره‌ای که میغلطونن توش ایرانی‌ها رو نداره، یه ذره ترت‌تره فکر کنم و با شکلات سرو میشه و دسر چوروس. یه سری هم از این شکر رو دونات، چوروس. یه سری هم از این شکرها دیدی رو دونات شکر میریزن میچسبه، یه سریاش هم اونجوری سرو میشه با چایی میخورنش فکر کنم. حسام خیلی بلدی ها. چرا فقط شب خودت کاری نکردی؟ نه دارم فکر می‌کنم غذا مثلا میگم غذا دسر کجایی میتونه باشه. یه شیرینی خوشمزه و آسان با اصالت اسپانیایی. ایتالیایی بهش میخوره باشه چوروس. اسپانیایی چوروس. ترکی هم میتونه باشه. نمیدونم هیچ ایده‌ای ندارم راجع به این داستان. که تقریبا مشابهش بامیه خودمونه. حالا این ادا اصولا چیه؟ چوروس. خب بنویس بامیه. فکر کنم اسپانیایی‌ها با چیز میخورن، قطعا فکر کنم با قهوه‌ای چیزی بخورن، چایی شاید نخورن. ما با چایی میخوریم بامیه رو. پس اون کازی میخوای واسه کنی یه تکنیک داره. به علی آقا ماشاءالله مرد خونه. من اگه میبینید نمیخوام دسر رو کنم هرسا چون برو دارم اونور. ظرف میشورم، واقعا بدم میاد موقع اونور آشپزی. علی آقا داره حرف میزنه. دور تا دورت پر ظرف کثیف و اینا باشه. نمیتونم نظر بدم، اصلا نمیدونم که تگ بشه، ولی خب امیدوارم دست دفعه قبلی که گفتم خیلی شیرین نباشه، خیلی هم ترش نباشه، اینجوری نباشه. ببین واسه اینکه بتونیم خمیر چوروس رو درست کنیم، اول 2 تا لیوان آب، همه کارا رو که علی داره میکنه. یه 3-4 تا قاشق شکر بهش اضافه می‌کنی. بنده خدا. بعد 12 بیچاره علی آقا. کره باید بریزی. تو دستورای خارجیش نوشته کره بدون نمک. پرستیژ کاری داره. قیف میزنی اینجوری میریزی تو، سرخ میکنی، میغلطونیش تو شکلات. به نظرم خیلی سیس خفنی داره، به عنوان اینکه من نگاه کن اصلا من لباسم تنمه، میبینی اینا باید یه چیز خاص و متفاوت درست کنم. همه پاناکوتا ژله بستنی چوروس. آفرین. به جای اینکه ولی مثلا همه رو بمبانی علی آقا درست شربت کرد. اضافه بکنم. همه رو علی آقا درست کرد. واقعا ناامید کننده بودی پریسا، طبق آشپزی که ازت دیدم. مایه ماکارونیت هم که آماده، اصل لازانیا اون مایشه که مایت هم آماده بود. خب ما هم میدادیم مایه رو مامانمون درست میکرد، میچیدیم میدادیم میخوردیم، خوشمزه بود دیگه. میغلطوننش توی چیز شکر و دارچین، بعد بهش مثلا درسینگ شکلات و اینا مثلا. دیدی چی گفت؟ درسینگ نگفت مثلا میمالیش تو شکلات میخوری. درسینگ. آردمون رو یه الان مثلا من متنفرم این علک اینجاست. می‌کنی. حاجی دسر که کلا علی آقا با درست این کرد. علکه بنده خدا داره همه کارا رو میکنه. پریسا مسخرش هم به میکنه. نظرم مهم نیست. واقعا دسرم خوشمزه بود. خدا لعنت کنه این کسایی که طعم دسر من متوجه نشدن. نیستش که برنده بشه، یعنی مهم اینه وای که چه خاطره بگو خوش آره رو باید در برنده کنار شه. همدیگه داشته باشن و و این دیگه کیه؟ بگو آره بچه اگه اصلا برنده نشه قسمت اینجا رو به مالیش برای ما آتیش ذره‌ای می‌دی. مهم نیست. صرفا که دوستامون بیان اینجا تایم خوبی با هم داشته باشیم و وای چرا دروغ میگی؟ من لذت میخوام ببریم. برنده شم. برام فکر مهمه. مهمه. به خاطر همین ما با هم قرار گذاشتیم که پریسا به همه 1 بده. واقعا پریسا؟ حالا ببینیم که پریسا نه میتونه کار حسام بکنه. لایق 3 بود، حتی لایق 1 بود. خیلی من با انصاف بودم به 3 دادم. چوروس هم میخورم و به مادرم افتخار میکنم که این خونه رو من نمیدونم. بچه مامان من دیشب ساعت 2 شب تموم شد برنامه، طول کشید برنامه‌مون، اومد و من ساعت با بچه ها رفتم یه کاری داشتم، ساعت 4:30 صبح برگشتم خونه. وای میستادی کمک مادر.
تو 2 ساعت و نیم امباپه ببین بذار من زنگ بزنم به این رضا آینه. امباپه وای میستادی کمک میخواد کامنت بگیره. امباپه خان خوبه. من به مامانم گفتم میخوام کسی رو بیارم تمیز کنه. الان برای چی این حرفو زد؟ من میخواستم بگم مامانم اصلا بگیره بخوابه فردا من آدم بیارم. الو که خیلی کم بود. الو رضا سلام. آقا رضا مگه من نگفتم کسی رو میخوام بیارم خونمون رو تمیز کنه؟ برای چی گفتی وایسا کمک مامان بابات کن؟ لایوی حساب؟ آره بله صدات رو استریمه. بگردم واقعی عصبانی شدی. نه واقعی هم شدم جدی، چون آخه گفتم کسی تو الان یه جوری گفتی الان اینا فکر میکنم ما برام مهم نی. نه داشت حسام گفت من میخوام کارگر بگیرم خونه رو تمیز کنم، ولی دیگه خوابید دیگه مامانش رو اوکی کرده بود. وگرنه حسام خیلی به فکره، مامانش رو خیلی دوست داره. کجایی آقا رضا؟ استادیوم مگه نبودی؟ ما اومدیم اینجا غذا با پارسا؟ بخش فرنود ببخش. باشه خدا. خیلی خونه ما دیشب ماشاءالله به بچهای چت. کثیف بود. در جبرم فیلم ها فکر کنم افتاده، همه رو مامان بابام تمیز کردن و من واقعا زرنگ داداش من گفتم بیا خونه رو چیز کنن. میبینی من شرمنده شونم و ازشون تشکر میکنم و امیدوارم بتونم این $500 رو ببرم. حتما میبری. برندشم از $500 رو میدم به علی. واقعا میگی؟ الان صدمو دیگه از این لحظه میزه. بابا دروغ داره میگه. الان فکرامو کردم نمیدم. نمیدی؟ 250 تو 250 من. بعد آخه دیگه وقتی تو یه خونه این داریم زیر یه سقف زندگی می‌کنیم جیب من و تو نداره که دیگه میشه جیب ما. خب دروغ نمیگم که. جیب ما میتونه دست من باشه؟ نه. چون تو میری باش چرت و پرت می‌خری. چی میخرم؟ چرت و پرت. مثلا بگم یهو رفتی یه پیرن خریدی مثلا. یعنی یه مرد حق نداره برای خودش پیرن بخره؟ یه لباس گرون یهو می‌خری. اسم تاریخچه چی بود اونجا؟ تاریخچه چی؟ بچه تاریخچه چی رو میگه؟ چه تاریخچه‌ای هست؟ متوجه نمیشم. ویدیوی بدی ساجست نشده داشت. وای وسطش یه دونه ویدیو ساختن. بریم اینو اول وسط بفرمایید. چقدر گرون؟ مثلا بریم اینو اول ببینیم بچه‌ها. این از بفرمایید چم زدم من اصلا ندیده بودم. بعد میریم ادامه. بگیرید اینو بندازید تو با اون بابای کچل و مادر هم زدن. اصلا تو گو خوردی اومدی رال. آقای حسام سمسنو. ولی خب احساس میکنم که همه دختری. میارم که شروع شد. عالی شد. اشکال نداره. شروعمون یه ذره شاید بد بود ولی پایانمون قشنگه. حساب مهمونا با چیت شوخی کنن ناراحت میشی؟ مثلا چیزایی که دست خدا آدم نیست و مثلا مسخره کنن. بد نیست ولی منو مردونه نیست. والا منو زنونه است. این الان شب میره خونه یه ویسکی وا میکنه. تا چه خانوما تو منو پیدا میشه. اصلا تو گو خوردی اومدی. یه خنده پول داری؟ واقعیت من نمیدونستم اصلا باید میز بچینم. سلام. خب خیلی خوشحال چرا؟ شدم. شما خدا نگهدار. خدا نگه. خداحافظ. اینا فکرم مثلا ما ناز میکشیم مثلا مهمون اول دختر. اینا رو دوست خوب ما فرنود سیدی خریدن. من عذرخواهی میکنم. چه کادو قشنگی. من همین الان میتونم روبروی این کادو واقعا خیلی خوشحال شدم. خایمال. حسام من خدایی از صبح حد زدم. تا چه خانوما تو منو پیدا میشن؟ یک. شما 4 تا انتخاب. تو حسام اصلا حرف نزن تو. اینم از پیش غذای حسام رول لازانیا که قیافه خوبی داره به نظر. هیچیش نپخته. پیش غذا. میبینی مهمون دستش یه جوری دراز کرد اینو برداره. مشابه کتف خودم داشت می‌فهمیدم در در نظر می‌رفت. بگیرید. یه اینو نمیذاری جلوش. دیدی کوبید. بس عجب بوی میده. بوی بدی میده. بو گو. نگید که اینم بعد از اون اومد.
امتیازی که میخوام بدم همه نمره 5 گناه داره اولین باش من نمره 6 رو بهش میدم. نیم ساعت دنبال چی گشته 10 فکر کردی 10 میخوام بدم نه ولی اینو میخوام بدم 3 خیلی باحال بود. بعد ترندی ما بریم ادامه بفرمایید. شاید 1/3 جایزه بفرمایید شام. ببین به نظرم هیچ اشکالی نداره آدم واسه لباس هزینه منظورت کنه. یه سری واسه برنده؟ مواد هزینه میکنه. بهتره که آدم واسه لباس هزینه کنه. مواد منظورت چیه؟ مواد مخدر. بچه این داره هزینه خیلی گرمش که میشه به هزینه نیاز. آجی اون شب آشپزخونه که اینجا بود که خیلی گرم بود. علی آقا بنده خدا 3 لیتر عرق بگم یه بار گرمت شد چه رفتار زشتی با من داشتی؟ یه سوال خیلی ساده ازش پرسیدم. مثلا بیرون اومده بود خیلی گرمش بود یا اینجوری کردم. گفتم مثلا چرا میخوای شبیم فلان جا که قول دادیم 3 ساله بریم یو برام میکنی؟ من یه دقیقه اومدم بشینم الان نگاه کن عوضی. من گفتم الان واقعا به من گفتی مثلا عوضی به خاطر این قضیه من آروم دارم با حرف میزنم. بعد ولت دیگه جوابشو ندادم. یهو 10 دقیقه بعد که دمای بدنش به حالت عادی اینجوری کرد ببین ببخشید من گرمم میشه واقعا خیلی بیب بوق بذار. ولی واقعا این اتفاق میفته گرمش میشه نمیفهمه. من چیکار کنم جلوی دوربین معذرت خواهی کنم؟ چرا؟ عذر میخوام. که چی؟ بهت گفتم چیز. گفتی عوضی. بفرمایید. شام درس زندگی بهتون میده. مهم نیست که با همسر خودتون دعوا کنید، مهم اینه که عذرخواهی کنید. به این حرکت که تو رو شعله خمیرتو آماده میکنی میگن داغ زدن. میدونستی؟ نکن این خمیره رو حرارت آماده میشه. خب یه ذره دیگه نباید اصلا من خاطره رو نفهمیدم. مطمئنی سفتر باید بشه. نه همین اوکی. این حرکت داغ زدن باعث میشه کتفت اجا کامل دراد و با خودت بگی که عجب غلطی کردم. که ببین یه همچین بافت کش ثانی باید داشته باشه. این میره خنک شه. بعد که این خمیر خنک شد یعنی سرد شده بود بهش بعد تخم مرغش اضافه کنی. خمیر الان من اینو بزنم تخم مرغ یهو نیمرو میشه. خب بعد تخم مرغ رو سرد که شد اضافه کنی دوباره هم بزنی بعد بزنی قیف بعد سرخش کنی. مثلا یه شانسی که حسام آورد دسر پاناکوتاش که درست کرده بود کم شیرین بود خوب بود. من تقریبا همه‌شو خورده بودم. ولی خب هیچ ایده‌ای راجع دسر اوشون نداره. مامان یه سوال این چروسه بود من خمیرشو درست کردم میخوام بریزم تو قیف. اون دفعه درست کردم بین موادش هوا افتاده بود. چجوری تو قیف بریزم هوا نیفته؟ رد نشده مامان بسته با تخم مرغش چند تا زدی؟ دو تا میخوام بزنم نزدم هنوز. تو بزنم شل میشه؟ باید تخم مرغ میدونم میگم تخم مرغ میزنم شل میشه. آره باش میدونی چی میگم یه دونه رو بزن توی کاسه کوچولو کم اضافه کن. ببین باید شلیش در یه حدی باشه که روون بیاد وقتی میخوای فشار بدی. بذار ببینم روونه. همزن بردی روونه دیگه. چیز عالی روونه. نه همزن نبردم ولی یه دونه این کفگیر چوبی ها آوردم با اون کارو در آوردم. آجی این $500 اگر من ببرم 1 قرن میخندم. پونه کوهی توهمزا. ولی امیدوارم اگرم من نبرم یکی ببره تقسیم بر 4 کنه چون وضع اوضاع اقتصادی زیاد خوب نیست. حسام ما که میدونیم تو تیلیاردری این حرفا چیه جلو مخاطب میزنی؟ الان تخم مرغو که میزنی بابا چرا آشپزی تمام نمیشه؟ پریسا سردرد گرفتم. بعد همش میزنی تمومه میریزی دیگه تو قیف. یعنی دیگه کاری نداره. فقط مهمترینش اینه که اینو مرحله آخر بهش اضافه کنی. این تخم مرغ رو که داغ نیست نپزه. ماشاءالله علی آقا دوره بازو اندازه گردن علی زودیاکه شد عین همزن مولینیکس. رضا این خنده‌دار بود واقعا میتونم بخندم بهش. فقط مثلا یه 10 ثانیه دعوا با رضا اینه دیگه بیا همزن برقی نیست. الان اینو تو قیف میذارم یه ذره سفت شه تو یخچال بعد سرخش کنم. اینو بذارم تو یخچال دیگه دارم حاضرشم همین. بچه رژیم گرفتم ولی عوض فلافل کردم. نه تم امشب دوستان سیبیله. سیبیل؟
میتونم حدس بزنم که کی این تمو انتخاب کرده. من که دارم، خدا رو شکر. گوشی دیگه سیبیل فکر کنم، یا البته نمیکشم، میرم مصنوعی بگیرم. باحاله ولی سیبیل. فقط یه سوال، حسام بعد چی کار کنه این وسط؟ خب اوکی ما دخترها سیبیل میذاریم، حسام بعد چی کار بکنه؟ سیبیلاشو بزنه بیاد بعد برعکس حسام باید ریشاشو بزنه. تمام بی‌نظیره. خیلی بده. می‌بینی الان همه دخترها با سیبیل میان، حسام چیکار بکنه؟ مواد فروش. حسام سیبیل میذاره یعنی؟ وای امیدوارم سیبیل بذاره. چرا؟ یعنی من واقعا دوست داشتم حداقل تو ژنم این ریشه سیبیل رو داشته باشم، ولی بابام تقدیمش نکرد متاسفانه به ما. نمیدونم بابای من تو ژنش چی داد، شاید ژن صداقت. ببین با ریشه و سیبیل عادی یه کار میکنم بره همون موقع بزنه واقعا ریشه‌شو، چون من سیبیل دارم. این سیبیلا که دیدم احساس میکنم میتونم حدس بزنم منو واسه کیه. بابا اصلا پریسا شب من گفت فردا شب منه، چرا داره اکت الکی میاد؟ اصلا ما پشت صحنه صحبت کردیم، تو صحنه هم حتی گفت حدس بزنم که خونه کی دعوتیم امشب. تو هم که خب میدونی مهشاد. باحال خنده داره، فقط سیبیل بزنیم توش غذا بخوریم. سیبیلو با دست بالا نگه خب می‌داری. الان من توی چند ساعت سیبیل از کجا پیدا کنم؟ این خیلی سخته. الان فهمیدم، چون که پریسا فکر میکرد همه خانومن، چون رضا به خانوما گفته بود همه خانومن، به من گفته بود همه آقان، یعنی اینجا فقط من سوژه شدم. همه چی مخفی بود. احتمالا پریسا به خاطر اون گذاشته سیبیل که رو صورت مهدیس و مهشاد ببینه. تو هم داری. ولی من اگر سیبیل پیدا کردم باید ریشاتو بزنی. آخه چه سیبیلی من الان بذارم؟ اونا میخوام با ماژیک بکشن دیگه، احتمالا سیبیل مصنوعی که میفته. میدونی چرا این تم انتخاب کردم؟ چون من خیلی باحال و بامزه و خلاقم. شبیه ماریو شدم با این کلاه. شبیه ویلترومایت های اینوینسیبل شدی. یه لباس قرمز تن. شب اون یاروی که فش میدن من تو خارجن تو آمریکا. کنم میتونم برم قارچ بخورم. امنی من احساس میکنم اون کیکه رو بخوریم دیگه. پیکسیه، یعنی احساس قوی بهم میگه. منوش با مزه است، بستگی داره که چروس بامیه باشه نباشه. نمیدونم، بستگی به مزهش داره. بستگی داره چجور درستش کنه. واقعا اصلا اون سروش خیلی متفاوته با خود داستانی که مثلا ما اسمشو میخونه. آره همون الو پدرسایی. خب مهمون اول آقا حسامه که تو دستش سیب زمینی من دیدم. بچه‌ها مهمون اول اومد. پریسا دیگه خیلی تو نقش رفته. ما خیلی با کلاسیم، درمون ریموت داره. بابا بیا دیگه درو وا کن. بابا باید به استقبال. خب بیا دیگه چیه؟ درو زدم بیا. این سگه الان منو میگیره. چیه بیا تو. خیلی خنده دار بود. آی درو زدم بیا. این سگه الان منو میگیره. سگه الان منو میگیره. یه سگ بود اونجا خیلی خنده. بیا تو. بیا تو. پریسا سلام. سلام. چرا سیبیل نداشتی؟ سیبیل دارم خودم. قرار ریشتو بزنی سیبیل بذاری. خیلی بهت میاد. واقعا کثیفی. قرار بود سیبیل بیاری. برای جمع مردونمون این سگه کیه؟ این سگه کیه داره پارس میکنه؟ پایه و شواردی و درو زدم بیا. این سگه الان منو میگیره. چیه پریسا؟ بیا تو. کیه؟ بیا تو. پریسا سلام. سلام. چرا سیبیل نداشتی؟ سیبیل دارم خودم. قرار بود ریشتو بزنی سیبیل بذاری. خیلی بهت میاد. واقعا کثیفی. قرار بود سیبیل بیاری. برای جمع مردونمون انبه گرفتم. کی انبه میخره میبره مهمونی؟ شاید سیبیلم ترکی نباشه، کت و کلفت و پرپشت، ولی باز ما سیبیلو داریم دیگه. من نزدم، چی بزنم رو این؟ چی باید میزدم؟ ریشا رو میزدی. به نظر شما من باختم مسابقه رو. پریسا میشه 10 بهت میدم با همین میزی. برام انبه آورده. واقعا دست در وای نکنه. انبرم قاچ بزن بخوریم. میدونستی پریسا ما انبه خیلی دوست داریم. ممنونم. انتظار نداشتم اینجا باشه، یعنی انتظار داشتم خونه خودشون باشه، ولی هیچ مشکلی نیست. یه آدما کارخونه مجسمه سازی که نیست، هر کسی یه شکله. یکی شبیه منه، یکی شبیه نیما تکیدو، یکی شبیه باقی یوتیوبرها. کلمات فقط بیرون میان، معنی ندارن.
خیلی میزتو دوست دارم. دوست داری چی میخوری؟ آب، چای، قهوه؟ من فقط آب میخوام. آب خالی میخوام. آب خالی بخورم تا تو بیای. من آب میارم. خیلی بچه‌ها من خربزه دوست دارم، مخصوصا با ماست. این خربزه نیست، طالبیه. حسام پیش دستی برای این کارا گذاشتن. فکر نکنین لبنیات با ماست بده. حالا اینو که برای شوخی خورم، ولی و اون سیب زمینی رو بردارید رو میز. خربزه و هندونه و طالبی و اینا رو با پنیر و نون میخورم. من دوست دارم. برخورد اولیه میزبان فوق‌العاده بود. یعنی من میتونم این صحنه رو 33 بار دیگه ببینم. صحنه‌ای که اومدم تو یادآوری میشه برام هر روز. و عالی بود، هیچ مشکلی نداشت. بیا اسم آب خواستی. آب عیادت مریض رفتم انگار واقعا. آره توش خودت عاقبتتو میبینی تو لیوانه، توش آینه ایه. چیزی آوردن، من آب خواستم، انقدر تشنم بود تو راه، حالم بد شد. نزدیک بود واقعا قش کنم تو ماشین. دیگه تا رسیدم بالا سریع درخواست آب کردم، آوردن و چیزای دیگه هم ارائه میدادن که من دیگه نخواستم. دستشون هم واقعا درد نکنه. مهدیسین هم میذارن سری؟ آره میذارم، ولی اینو گوش. پس یعنی هممون فرهنگ داریم، تو یکی فرهنگ تم رایت کردن نه خب رایت نکنیم. آره من یه چیزی بگم، تم امشب خوب بود، ولی خود پریسا هم گفت که من احساس میکنم 4 تا خانومیم اینو گذاشتم، چون که من مطمئن بودم سازندای برنامه به تو گفتن خانومن همه، به خاطر این تمو گذاشتم. وای نه چرا؟ من خاص متفاوت و خلاقم. میزا من خیلی دوست دارم، اینو از همه بیشتر دوست دارم. نوشه جان شلیل و پرتقالم بخور. من اینو من بزنم یخچال خراب نشه. خودت دنبه میخوری برات الان ببرم؟ نه میخوری؟ هدیه چی گفتم؟ پرتقالم بخور. میزا من خیلی دوست دارم، اینو از همه بیشتر دوست دارم. نوشه جان شلیل و پرتقالم بخور. من اینو من بزنم یخچال خراب نشه. خودت دنبه میخوری برات الان ببرم؟ نه میخوری؟ هدیه راستیتش من خیلی دنبال هدیه گشتم تو این چند روز، تایم کم بود دیگه، هرچی مغازهای مختلف دنبال خربزه و هندونه بودم، ولی تو این منطقه‌ای که بودیم نبود. یه آقا بود انبه میفروخت، من سری زدم بغل 3 تا هم خریدم. خب حالا یه سوال بپرسم، منو رو دیدی که لازانیاه، تو ذهنت نگفتی وای الان مقایسه میشه؟ نه چون لازانیه من واقعا خوب بود. لازانیه من اگه فرنود خونه کویی نمیزدیم، آبیشن میزدیم، یکم پنیر کمتر میریختم در میومد. هیچ وقت تقصیر حسام نیست. آره چسبه، این چسبه. تو گیری موری اینو گذاشتی بود که برای خود راحت. خب تو که پسر، من راستشو بهت بگم فکر کردم هممون دختریم. درست گفتم. خب ولی چون تو بودی گفتم الان حسام واقعا برای مرام معرفتی سیبیل میذاره. الان من یه سوال دارم. سیبیل دیگه این واقعا سیبیلای من پرپشته است. تو من گفتی بی فرهنگ. نه سیبیلای من خیلی هم تو پرپشته. ببین میز پذیرایی رو واقعا خوب بود، مخصوصا تا قاچ طالبیش. قاچ طالبی داداش چیکار، اینا کلا دوست داشتم تو این برنامه سوژه کنن. نه واقعا میگم. و اون گیلاساش توپل بود، یعنی من دوست داشتم گیلاساشو بخورم، خیلی خوردم گیلاساشو دوست داشتم، ولی جدی میزد قابل خوردن بود. ببین 35 دقیقه است بچه‌ها نیومدن. کسی که دیر بیاد لیاقت این میزو نداره، من همه رو میخورم به خدا. اصلا من واقعا بیکارم. خب مهمون بعدی خانم مهشاد تیمه با یه گل بسیار زیبا که قشنگ معلوم از دور میدون گل شهرداری و کنده و داره میاره. 50 دقیقه دیر کرد. 50 دقیقه؟ 50 دقیقه دیرتر از 1 ساعت ما نشستیم. اون سگا چی کار دارن؟ سلام. سیبیلت کو؟ من سیبیلمو جا گذاشتم. مشق مدرسه است مگه؟ بیا تو. مهشاد آیش رو اسپید شد. راجب تم بخوام بگم من حقیقتا مهشاد ولی با مزه نیست این کارت، جدی خیلی مسخره است. حالا اون یکی که ناراحت میشه بهش میگفتیم کارات مسخره است، تو دیگه ناراحت نشو، جدی بی‌مزه است این هاپ. اون فقط رو خود اون با مزه است، فکر کنم دیگه خودش هم انجام نمیده. آیش رو اسپید خودم از این سیبیلایی که خود پیکسی گذاشته بود خریده بودم، ولی جا گذاشتمش. نمیدونم هم چرا واقعا این اتفاق افتاد. خودم هم خیلی ناراحت شدم که یهو فهمیدم جا گذاشتم. فقط
واقعا احساس احمق بودن دارم که من فقط الان سیبیل دارم. نه دیگه حسام هم سیبیل داره دیگه. سلام. سلام. چرا اینجوری بودم الان؟ سلام. سلام. خوشحال شدم. من نمره کم میکنم از سلام، شما. سلام، 50 دقیقه دیرم کردی. راجبه هدیه خودم بخوام بگم، من کلا عادتمه خونه هر کسی که برای بار اول میرم گلدون میگیرم و میرم. احتمالاً برای نفر بعدی هم همین کارو بکنم و دوباره یه گلدون بگیرم و برم خونش. اگه اجازه بدین برم و یه چی میخوای سیبیل بذاری؟ اول خب پس بهم بگو آب میخوای، چای میخوای؟ نه دیگه همینجا باید جلو دوربین بزنم. میخوای، نسکافه تو چی میگی اصلا؟ آجی من چرا انقدر معذبم؟ چی میخوای سیبیل بذاری؟ اول خب پس بهم بگو آب میخوای، آجی من واقعا معذبم تو این. چای میخوای؟ نه دیگه همینجا باید جلو دوربین بزنم. میخوای، نسکافه تو چی میگی اصلا این وسط؟ باید کسی از رعایت تو شه. نظر خونه خودمون راحت‌تر بودم. بگو بهم چی میخوای؟ چای، من آب، قهوه. یه ماژیکی، مداد چشی، میگم خط چشی. نوشیدنی میگه. حسام تو خودت سیبیل نداری؟ نه خب اینو اول بهم بده بعد اونا. باید ریشاتو بزنیم اینجا. احترام به تم که تو نذاشتی. برخورد اولیه میزبان خیلی اوکی بود مثل همیشه. هیچی هم ندارم تو کیفم، یعنی خدا رو شکر. چرا من باید سیبیلمو جا بذارم؟ چرا یه چیزی هست اون تو من دارم کو میبینم. اون چیه؟ نه همین جوری گفت. چرا واقعا؟ کادو انبه آوردم. انبه؟ یه دونه؟ نه 3 تا. ما 4 نفریم بریم. انبه نمیدونم چرا حسام انبه گرفته. حالا دلیل خاصی داشت، یه چیزی بود که بین خودشون دوتا بود، نمیدونم واقعا چرا باید یه نفر انبه بگیره. بود دیداش مگه حتما باید چیز نفیس آدم ببره به عنوان کادو چیز. وای انگار اسمش باقره. سیبیل چرا دماغ داره در میاد؟ با مداد سعی کردم که سیبیل بذارم واسه خودم که تمو رعایت کنم. بذار ببینم مدل سیبیل حسامی بکشم. یه دقیقه برگردیم برای سیبیلای حسام تکرار نمیشه تو تاریخ. بذار دارم سعیمو سیبیل میکنم. نیست اینا. چیه؟ یه دقیقه تکون نخور، دستم زده بیا پایین. 24 بیل. اینجاش اینجوری. حسام به ما نگاه نکن. خونه مادر بزرگی گربه بود. سیبیلم با حسام چقدر شبیه. خیلی برای تو سیبیله مال اون. من این ور نگاه کردم. سیبیلم با حسام چقدر شبیه. خیلی برای تو سیبیله مال اون 18 من شبیه اون گربه ترسناکه تو خونه مادر بود دیگه دارم ازت میترسم لطفا نگام نکن. ولی من احساس میکنم مهدیس خوب رعایت میکنه. منم همچین فکری دارم. یعنی منظورت اینه که نه یعنی از اینا باشه. پیکسی کلا یه ذره شیطونه مثل خودم. من اوکی هم باش، با مدل برخوردش، با رفتاراش کلا اوکی هم با همین چیش. آیس لته دارید؟ آیس لته نداریم. تو اگه آیس لته میخوای برات آیس لته درست میکنم. من آیس لته میخوام. الان واسه درست منم یه دونه از تو نپرسیدم. تیرامیسو. نه خواستم یه چیز دیگه بگم. چی؟ بگو. نه جدی درست کن، من چیزی نمیخوام. تو هم میخوای؟ من سیر شدم مثلا نمیتونم الان غذا بخورم انقدر بچه دیرم. همون اول آیس لته خواستم ازش، به خاطر اینکه من عاشق آیس لته ام. یعنی من هر روز باید قهوه آفرین، منم عاشق آیس لته‌ام. جدی بیشوخی. قهوه نمیتونم واقعا، وگرنه نمیتونم. چیزی شیرین نمیتونم. قهوه دیگه چیز شدم، از این فازا اومدم بیرون. اصلا ولی اصلش آیس لاته است. آیس لته نیست فکر کنم، لاته. لته نه. بخور ببین این بهتره یا آیس لته کافه های بیرون. پریسا ولی من شوخی میکنم باید ناراحت نمیشی. من خیلی به دل میگیرم حسام. بگیر خوب. واقعا. چیکار کنم؟ و اینکه خیلی واسم عجیب بودش که آیس لته یهو واسم آورد یه نمره به خاطر همون آیس لته اضافه تر بهش میدم. خیلی بامزه بود، فقط اینکه شیرین بود. من خودم قهوه رو تلخ میخورم ولی خب آیس لته رو شیرین کرده بود که خب اوکیه، بازم مزهش خوب بود. قیافش از ایناست که تلخ خور نیست چون خودش دختر شیرینیه. یه چیز دیدی چی گفت؟ دیدی چی گفت؟ خاک تو سرت. چرا؟ من اصلا حس نکردیم که حسامو بهش خیلی توجهی نکردیم. اتفاقا خیلی خوب باش برخورد کردیم. که کی گفته بهش توجهی نکردیم؟ همین الانم دارم فکر میکنم به اون تایم نمیتونم صحبت کنم چون ذهنم پراکنده میشه، ولی نذاش واقعا پریسا زیاد صحبت کنم.
مهمون چرا نمیاد نمونه بعدی؟ الان نزدیک 1 ساعت و نیمه. جدی خیلی مهدیس دیر کرده. من خیلی نگرانش بابامو دارم. میخوای زنگ بزنم زودتر میرسه. خیلی بابام از شاب دولزین بخواد بیاد. با مامانم. مهمونای بفرمایید شما یکی یکی دارن میدزدن. من چیز تلخ بیشتر. بعد اومدم دیدم یکی یکی دارن میدزدن. بیاین. بعد اومدم دیدم هیچکی نیست. بعد خود پریسا هم یه جا رفت، یه ربع نبود. و واقعا شاید فکر کنید ما شوخی میکنیم، ولی واقعا مهمون آخر 2 ساعت بعد اومد. یعنی من ساعت 8:30 اینجا بودم، مهمون بعد ساعت 10:10 اومد. دیگه با هم صحبت کردیم اون تایم و یه جوری وقت گذروندیم تا خودشو برسونه دیگه، ولی خیلی طول کشید. کجاست مهدیس؟ خیلی منتظر موندیم. حسام انقدر همه چی خوردی دیگه تقریبا هیچی برای دیگه مهمون شما بعدی. خود یه ساعت دیر اومدی. مهدیس خب 1 ساعت و نیمه داره دیر میاد دیگه. ما داریم همش میوه میخوریم تا مهدیس برسه. یه ذره نونم می‌آوردیم آره ماستر حداقل پنیری میآوردیم. خب بالاخره مهدیس هم اومد. حوض دریایی. فکر کنم تو راه سیبیلشو دزدیدن. نه یه چیزایی دارم میبینم. نمی اومدی. سیبیل نیست، مو گذاشته جای سیبیل. من قشنگ پسر 12 سالم الان. بیا تو. خوش اومدی. خوبی؟ داغونم خوبم. خوبی؟ وسط اتوبان حد یهو زدم دیدم یه ماشین به اتفاقی چخ بیفته. واقعا آدم خوشقولی تو. وسط اتوبان یهو دیدم ماشین صدا قرچ. قشنگ صدا قرچ داد. بعد یهو دیدم چک موتور روشن کردم هیچی، همین مونده بود. به زور زدم کنار، فلاشه رو زدم. سلام کاپوتو ارهام. دادم بالا. کاپوتو که دادم بالا بوی هی میگم ماشین چینی نخرید. ولش کن، اونو نمیگم. بوی سوختگی میداد. بعد دیگه مجبور شدم که دوستم رو بسپارم آنجا و خودم با اسنپ بیام. خیلی هم دیگه واقعا پیکسی پریسا متاسفم جمله بندی من. نه هیچی. واقعا عذر میخوام ولی خب دیر رسیدم، ولی خب شبیه دزد دریایی خب شده. دیگه واقعا تقصیر خودم هم نبود. مثل پریسا که خودش دیشب دیر رسیده بود. این به اون. سلام که فابریک سیبیله. چطوری عشقم؟ خوبی؟ حجم سیبیل مهدیسم از تو حسام بیشتره. چطوری خوبی؟ من راجع به تم سیبیل فابریک 12 ساله منو دیدین؟ مهدیس من تو 5 سالگی سیبیلم از این بیشتر بود. از فوش بدتر بود. تمی که مهدیس رعایت کرده بود با خودکار 2 تا سیبیل پارویی کشیده بود. پواروه یا پاروه؟ پوارو. دیوار سوپر از ما نیست. خدا رو شکر من خیلی ناراحت نیستم بابت اینکه سیبیلم رو داغون من دلم صورتی. ببین زده رینگ فور اسما، یعنی اینجوری حسام دیگه با خودش داره حرف میزنه. با بخندیم هر موقع یعنی اینو میزنی؟ آره دیگه نوشته دیگه. بابا عمو کیامین گل. اینقدر کسی بهش توجه نمیکنه. شایه؟ پوچه پک گلیا پوچه. این جالبه هیچ دوربینی رو من نبود. برخورد خوب بود، بچه هم دیدم خوب بودن، خدا رو شکر درک کردن که حالا این اتفاق واسم افتاده بود. چه خرجایی که افتاد بود دستمون که هیچی، اصلا میخوام سکته کنم اون که اصلا هیچی. برخورد خوب بود، اوکی بود، مخصوصا که اون گلیا پوشارم آورده بودم که اصلا فکر کنم شست برد پریسا رو. اوکی. آقا وسط اتوبان یهو دیدم گیربکسم یه اینجوری کرد. دنده‌ایه یا خیر اتومات. تموم شد 300 تومن خرجه. به نظر من برنامه انصراف. روغن سوزی کرده بود. حالا اون که هیچی. یهو چک موتورم روشن شد، همون زدم کنار. ماشینتون چیه؟ متاسفانه اسپورتیج. پیش میاد گیربکس تو اتومات اتفاق حسام فنی شد دوباره. مکانیکی. پریسا میخوای من اگه حرف نزنم پوزه بند بیارو دهن ما ببند. هر چی میگیم داری یه دونه من اینجا شلاق دیدم. میخوای بیا بنا اینجا ول کن ما رو بزنیم. تو چه واقعا پست فطرتی. این که پریسا میذاش صحبت بکنم اینا واقعا نمیذاره پریسا صحبت کنی. یعنی هم خیلی وسط حرفم میپرید و کلا شرحه که منو 500 قطعه کرد کلماتی که ما می‌خواستیم. مثلا از چیزم در رفت. یعنی سته ولی رنگش اینو مام بزرگ من داشت بنده خدا بیامرز. منم دارم از این. خانم دارم واقعیتو میگم. پریسا منم از اینا دارم. پریسا خیلی نمیشه فوشم داد به پریسا. بیا. منم از اینا دارم. دارم. مام بزرگم خدا بیامرز اینو بیرنگشو داشت. این الان سفالیش جدیدش بود. خب حسام ادامه بده. داستان باحالی بود. آب خواستم. حالا دارم آب پرتقال که می‌خواست فدا سر پریسا.
3 تا پرتقالو کردم تو لیوان آب، قشنگ اینجوری کردم، له داشتم می‌کردم، قشنگ یه آب پرتقال خیلی ملو. من خواهی ترکیب خوب بزنم، اینو می‌ندازم اینجا. وای چرا این کارو کرد؟ یکی دیگه هم می‌ندازم تو. وای چرا داره این کارو چنگاله؟ می‌کنه؟ نه. حسام خیره به طالبی. ایوا. حسام داداش اینقدر طالبی دوست داشتی خب 3 تا طالبی می‌خریدی. میتونسته ذره آجیلی و اینا بیشتر بذاره که حالا اونم بازم فدای سرش. همش منم دیر رسیده بودم خب نمیشد. میز پذیراییش اوکی بود، روش میوه بود و چیپس. آجی ولی جدی هیت و رضا هم تو ادیت به من میده، واقعا نامردی. فکر کنم نسبت به حسام آیتمای کمتری رو میزش بود. کی راه افتادی؟ بلده خیلی درگیر بودم، اینم هم در نظر بگیریم در یه شما چی میگی؟ بابا من دیشب اول نفر من رسید. ولی جدی چون تگ افتاده پسر خیلی مظلوم داره. الان هیچی نگو اصلا امشب هیچی. دارم میگم دلم برای حسام خیلی علیشا منو اینجا انداختی تیکه پاره کردی، بعد میای تیکه های ما رو میخوای با چسب بچسبونی به هم. کری واقعا گناه داری حسام. کری دارم میگم دلم سوز ممنون از شما، مرسی. خیلی گناه. چی بگم دیگه؟ جوون ایرانی چی میتونه بگه؟ من واقعا ناراحتم. من از همه معذرت خواهی میکنم. خب دیگه بریم سراغ پیش. این چی بود الان؟ این بیرترین بخش برنامه. ممنون از شما، مرسی. خیلی گناه. چی بگم دیگه؟ جوون ایرانی چی میتونه ته عوام فریبی بود این تیکه. جوون ایرانی چی میتونه بگه؟ من واقعا ناراحتم. من از همه معذرت خواهی میکنم. خب دیگه بریم سراغ پیش غذا، سالاد نودل، سالادی که چینی هم من خیلی هستش. این نوشابه کوچولو رو دوست دارم. یه با مزه است. و 3 تا نوشیدنی مختلف. پریسا خیلی خوب بوده تا الان به نظرم. نه بابا. بله. چیدمان که فوق العاده بود. خیلی مرتب بود، دیزاینش هم خوب بود، خیلی از حسام بهتر بود، خیلی خیلی خیلی. اصلا من اون چیدمان رو دیدم گفتم من باختم. حسام از خواب بیدار شو. پریسا این چیه دیگه؟ تو کی بودی؟ باریکلا. ببین 1 سال میتونم جلوی دستپختت سجده. این دیگه اسمایل نبود. جوری نبود که مثلا بخوام به پریسا بگم نه اینو من ندارم میشه برام بیاری و اینا. عالی به نظر. ولی خب اینم بگم بازم خیلی بهتر میتونست باشه. خیلی نمیگم بد بود اصلا. این تیکش ریل اینستان. پریسا اندازه 10 گرم برای من بریز. 10 گرم. حسام قبل برنامه گفت همش رو میخورم. خوب انقدر؟ آره خوبه. نه جدی خوب بود. من معمولا چون کم غذا هم گفتم کم بریزه، کم غذا هم وضعیتم اینه. خب گفتی میخوری همشو. می‌خواستم اول تست کنم که موقع اسراف نشه مثل شب خودم، که موقع اگه نخوردم بقیه بتونم بخورن. به نظر خوشمزه. به نظر که خوبه واقعا. یه پارچه آب بای دیفالت می آورد خوب بود. آب باز سر سفره نبود، ولی خب گفتش که اگه آبی یخی چیزی میخواید برم براتون بیارم. نمک و فلفل فکر کنم رو میز نبود. خدا رو شکر دستمال. بس بابا این فیلماتون رو بذارید برای یه جا دیگه. نمک فلفل تو خونه خودتون هم سر سفره نمیبرید. فیلم و اکتایی که نمک و فلفل. مگه اومدی رستوران خانوم؟ بود. میز شام خیلی خوب بود. نوشابه داشت. دلستر که 1. اوکی بود. ایراد اونجوری بهش نمیگیرم. اینا چی بود پس؟ یه رستوران چینی بود. بعد این سالاد نودل تو منوش بود ولی نمیفهمیدم سسش چیه. کشف کردیم. سسش ارده داره، بادوم زمینی، کره بادوم زمینی داره، سویا سس داره، روغن زیتون داره، آب لیمو داره، نمک داره، زنجبیل داره، پودر سیر داره. خیلی ابوش هی چیزای مختلف زدیم. بعد 2 هفته میشه خودمون واقعا، یعنی 2-3 هفته است واقعا تو خونه اینو شاید بگم 4-5 بار انقدر حال کردیم درست کردیم. دیدم انقدر خودم خوشم اومده گفتم دیگه اینم بزنم تو منو. خوب بود واقعا ولی من تایپم بود یکم. عاشق همه نوع نودلیم چون خیلی خودم میخورم. خوشمزه بود، فقط یه ذره سیرش زیاد بود. خوشمزه بود ولی به نظر خیلی کم. مثلا یه سرکه و ماست و سس مایونز میزد اینا رو قاطی میکرد با فلفل سیاه. خب بعد مثلا یه نصف حبه سیر رو رنده میکرد این سس رو درست کرد میکرد تو به نظرم خیلی خوشمزه تر میشد. خب شاید تو مهدیس اینجا برنامه گوردن رمزی نیست.
عزیز مایش قصه پیش نبوده. واقعا دوست دارم. خوشمزه است. بابا به خدا گفتم اون پیچیه، اون پیچیه. پیچیه. اینو اینجوری شما میکنی؟ انرژی زنانه. مهشاد سیبیل گذاشته دیگه. اینجوریه در واقع، اینجوری میذارن. عمو حسن شده. میخوای چاپستیک واسط بیارم؟ نه اوکیه، اینجوری هر کی میکنم. خواست یه دونه دارم. نمیتونم. ولش کن. دیدی میخوای یه چیزی توضیح بدیش موقع اونجوری که میخوای عذاب در بذار خودم رو خودم. فقط بخش کامنت ها رو میخوام بخونم. همیشه آره بذار بگم. تو رو خدا به حسام چاپستیک بدید. واقعا دلم خواست با چاپستیک بخورم ولی پریسام دستش درد نکنه گفت رفت برام یه چاپستیک چوبی هم آورد. سبکه. چاپستیک مگه آهنیه؟ پلاستیکه. گوشت آره. مدل یه جوری کنه سیر نمیکنه. چرا مدل واقعا دارم سیرت با- میکنه. دارم با خودم سیر واسه. چم 5 دقیقه بعد. یا نسبت به چیز. آره نسبت به خودت که خیلی سبکه اصلا. واقعا مقایسه ولی اون شب لژندری بود به نظرم. اصلا بله، تکرار بله، بود بله. چند نه شب. اصلا قبول دارم خدایی. اصلا اون حسی که همیشه با نودل عشق میکنم و واقعا اون چاپستیک داد واقعا خوب بود. میدونی چرا سبکه؟ چون پیش غذاه. فهمیدی؟ کباب مثلا میذاری واسه پیش غذا. واقعا خب سبکه دیگه. آدم میخوره که آماده شه واسه غذای اصلی. من نمیدونم حرف بدی زدم که شما داری الان میخندی اون پشت. من اگه بازم شرکت کنم مثل سنگین تر میذارم پیش غذا. اصلا میدونی ماهیت پیش غذا چیه؟ چیه؟ توضیح بدم. چیه برای ماهیت؟ پیش از غذای اصلیه خب. که باید سبک باشه، چیزی که یه مقدار اشتهاتو باز کنه، ته دل تو بگیره. همین. ته دل تو قرار نیست بگیره. به بنده دستمال میدیم. معدت. بابا پریسا هر چی آدم غذا بخوره باز ته دلشو قراره بگیره دیگه، درسته؟ ته دل تو یه ذره میگیره دیگه. آماده میشه واسه یه غذا چیزی که میره اون تو، خب یه گوشه‌ای باید بشینه، اون میشه ته دل. اصلی. با مزه بود. من تا حالا نخورده بودم سالاد نودل این مدلی، برام جدید بود. اون لحظه نمیتونستم به مهدیس بگم، به پریسا بگم که خوب نبود اونقدر، ولی خوب بود. ولی مثلا ذائقه من نبود که من بخوام اونو هی بخورم. من خیلی هویج دوست دارم. مرسی که هست هویج. خوشمزه است. چه سکوتی. دوستان از این سکوت استفاده کنیم و دکمه سابو بزنید. 100 کی بشیم ویدیوی اسکوید گیم میاد. گفتی این پودر سیر توش ریخته. من پودرسی دم دستم نبود، منم میزدم. طعمش هم خوب بود. فقط تنها مشکلی که باهاش داشتم این بودش که یه ذره سیرش زیاد. آفرین. تو رستوران ما هر دفعه خوردیم تا فرداش با سیر میدادیم چون مطمئنم خود حاجی سیر که واقعا من نگفتم اینو، ولی سیرش سیرش یکم زیاده. پودر سیر دیگه. با این سیبیلا اصلا آدم جرئت نمیکنه آدمو سیر میکنه. به پریسا انتقاد شدی، کنه. بعد لازانیا نمیارم. بیار اتفاقا بیار ببینیم. خوشحالم به امشب قرار لازانیه من لازانیای میرسی یا واقعی نه؟ بخورم. لازانیه من که واقعا خوب بود. فوق العاده بود. حسام یه سوال ازت دارم. نپرس از من سوال. سوال نپرسم ازت. چرا؟ سوال همگانی بپرس، من مختصما نپرس. همگانی میخوام بپرسم. راضی که تو کامیونیتی فیفا و اینا فعالیت میکنی؟ مخصوص حسام من بود. اصلا راضی نیستم محتوا تولید میکنم. چرا؟ من دوست داشتم بابام پولدار بود. مگه نیست؟ من خیلی بدم میاد از پول. من واقعا دوست داشتم آقازاده بودم، بعد مردم به بابام فش میدادن. پشیمونی محتوا سازی؟ تو پشیمونی؟ دوست داشتی چیکاره باشی پا؟ من قطعا اگه استریمر نمی‌شدم دوست داشتم یه کاراگاه باشم. کارگاه بخوابه. کاراگاه. مافیا پلیر رو. با توجه به بازی که تو مافیا قبلا از مهدیس دیدم، آره به نظرم میتونه کاراگاه خوبی بشه. من دوست داشتم تاریخ دانشم، یعنی میرفتم مصر، این رو اسکلت باستان شناس. باستان شناس تاریخ. تو چی مهشاد؟ من بچه بودم دوست داشتم منجم شم. چی بشی؟ منجم. اسم دیگه زحل چیه؟ ساترن. نه فارسیش. اسم دیگهش. من بلدم اینو. ناهید. گفتم بچه بودم دیگه، الان 24 سالمه. پریسا. از الان به بعد کیوانم تو ویدیو. چرا؟ چون سیبیلا. سیبیلام واقعا کیوان تفتیه. سوال می‌خواستی بپرسی پریسا؟ پرسیدم. جواب بدیم. الان مشکل منم یه سوال بپرسی. اونی که میخواستم و جواب ندادی. در انگار مخاطبش حسام بود کلا تو کل صحبتاش. احساس میکنم به خاطر اینه که خب با هم صمیمی‌ترن، تایم بیشتری رو با هم گذروندن، سر همین یه سری شوخی‌ها دارن بین خودشون و اینا. مثلا دیدی اینایی که مورتال کمبت بازی میکنن با ترکن تو بیفن که این بهتر از اونه؟
پس و فیفا همین مدلیه؟ بله. آره. خب حالا کدوم فیفا بهتر یا پس؟ مهشاد و مهدی انگار من فن فیفا. نامرئین. اصلا پس به نظرم نسخه برای تو بتای فیفا. بله قدیم این شکلی نبود، متفاوت. ولی خب آره میتونست از ما هم سوال بپرسه، مثلا از من مهدیس بابا و کلا حالا یه بار یه جا یکی اما یه سوال پرسید، مهشد یه عمر که توجه رو شما بود و هست. خانوم ای من میخوام صحبت نکنم، خانوم تیموری تونست یه ذره با انقدر برنامه خوبه واقعا نمیتونم ریاکت برم، محو برنامه شده. ما بیشتر معاشرت بکنه. و من منتظر بودم که مثلا بیاد به من میگه مثلا تفاوت بین کانتر و ولورانت هم در همون حده یا نه، ولی نپرسید. من همینجوری اینجوری بودم منتظرم سوال ازم بپرسه. با بچه‌های کامیونیتی اوکی فیفا بازی می‌کنن؟ من با همه اوکی ام. نه فیفا پلیرها. بله من با همه‌شون دوستم. من تنها کسی که خیلی دیدم فیفا رو عشق میکنم علی زلزله است. رسپکت من واقعا. یه نفر رو دبل میشناسم عالی. که شما نمیشناسیش. کی؟ علی زلزله بهترینه. کی؟ آقا نمیشناسید الان من بگم شما هم نمیشناسید. شما الان حسن حیدری رو میشناسی؟ من بله حسن حیدری رو میشناسیم. خب برام بگم نمیشناسی چرا بگم؟ خب بگو من گفتم فقط یکی رو میشناسم که تو نمیشناسیش. شاید شناختم. دوست دوران دبیرستانم بود. بعد قرار بود با یه دختره ازدواج کنه. سر گفت منو بگیر. بعد حسن دیوونه شد، کات کردن با هم. اینو من الان مثلا به پریسا و مهشید و نمیدونم مهدی ساریس میگفتم و مردم ایران کسی آیا میدونست حسن حیدری کیه؟ حالا جالبه یه چیزی بهت بگم راجع به علی زلزله. من کنکور داشتم. خب سال یادم نمیاد 403 گوش میدی پریسا خانم؟ دارم صحبت می‌کنم. گفتم من کنکور داشتم، همه چیمو جمع کرده بودم. گوشی و کنسول و اینا. یعنی قشنگ 0 درس بخونیم. 1 ماه گذشت، بعد با تبلت خواهرم کامبک زدم. استریمای بچه‌ها رو می‌دیدم تو توییچ. رو یا میرم تو کوچه بغلی پیدا می‌کنم. بعد اعتیاد به سوشال مدیا. گل دارم لغت می‌کنم پریسا. بفرمایید. عذر می‌خوام ببخشید. من از شما بیشتر هست. و چی دیگه یه اونجا استریما رو دیدم. اون موقع خیلی استریمر زیاد نبود. علی زلزله استریم می‌کرد. بعد دیگه من یه مقدار بعد استریمو نمیتونستم شروع کنم. نت شابدار جوابگو نبود. دوست داشتی و عشقشو داشتی. بعد ولی رفتم. ولی آدم تو محدودیت‌ها ستاره. چی واقعا نمیذارن حرف بزنم. چون پاره که پریسا. همین الانم دارم میبینم اعصابم خورد میشه. این ترجیح میدادم نودل داغ بخورم، سالاد و سرد. یعنی نودل و سالاد سرد با هم اینو زیاد نبودم ولی خوشمزه بود. بهتر از غذاهای من بود. یعنی من اینا رو میشد خورد و سیر شد. دوست داشتم. مهشاد چون پرسید فکر کنم سیرش زیاده، من احساس میکنم حال نکن. ممکنه 1 تا 10 به سالاده مثلا بده 7 8. مهدیس دوست داشت، حسامم فکر کنم دوست داشت ولی من زیاد ریختم براشون. ولی فکر کنم اصلا بیشتر مهدیس دوست داشت. حسام برای کلاس تهشو گذاشته مونده. چندین بار درست کردم اینو، عین هر دفعه شد. یعنی اصلا فرق نکرد الان با دفعه قبل که درست کردم. تنها چیزش که فرق داشت کلمش بود که قبلا سفید می‌زدم، الان واسه خوشگلی قرمز زدم. همین. این آماده است لازانیا. فقط چون تو یعنی بشقاب روش اینجوریه، من الان هر کدوم از اسلایس بچه‌ها رو میذارم روش، فقط یکم گریل شه. همین. بریم سراغ غذای اصلی لازانیا. فقط من سوالم اینه که اون باغ چیه اون پشت؟ خیلی طول کشیدش که غذای اصلی بیاد. یعنی ما پیش غذا رو که خوردیم کلی منتظر موندیم تا غذای اصلی رو بیاره پریسا. من کلا آدم صبور تو این موارد اصلا نیستم. یعنی عصبیم. چرا نمیاد. لازانیا من بهتر گفتیم چرا نمیاد. چیزای خوب زود گذره ولی چیزایی که آدم دوست داره دوست نداره دیر گذره. ببخشید میخواستم بگم من خیلی دوست داشتم زود غذا بخورم، هی نمیشد. ولی خب مثل اینکه میخواست بذاره برشته بشه روی همشون، واسه همین یکم طول کشید. یعنی از حسام بیشتر طول کشید غذای اصلی رو بخواد بیاره. با سالادا بازی کردم، به همه چی فکر کردم، به گروه FSMS، به
نمیدونم کلابریشنام با سه تفنگدار، به همه چی فکر کردم اون لحظه. خیلی طول کشید، یعنی من به کل هیستوری کانال یوتیوبم فکر کردم. وای فقط این اصلی که یک کامیونیتی بود، ترند ترین غذا، اصلا همچین غذایی نه، واقعا خوشمزه بود. اولش یه آهنگی دیدی میاد، شما گوش میدی، بعد نمیدونی که چه شاهکاریه، بعد دقیقا همین بود. یکی دو لقمه اول من نفهمیدم این چیه، از لقمه سوم چهارم تازه دیوونه شدم، ولی واقعا خوشفیسه. سس سفیده رو برای سالاد برداشتم. من نمیتونم دیگه نخورم، ببخش. بخور. این که مهشاد خورد غذای اصلی و پریسا هنوز نشسته بود، ته حماقت شاید فکر کنید باشه که بعد برین تو کامنت ها بگید سمسون گفت مهشاد حماقت که به ما بی‌احترامی کنن مردم، ولی نه، آدم گشنم، من خودم گشنم بود، یه لحظه نزدیک بود منم بخورم دیگه. آدم گشنشه میخوره، هر چی جلوت بذارم میخوری دیگه آدم. فقط این که زشته مهشاد. چرا چیش زشته؟ دقیقاً مشکل این که چیپس آماده کنار غذا، من تو اتاق حرفامو نمیزنم، همینجا همون چیپسی بود که رو میز آوردن. خدای من با اینکه غذا موقع نمیشد خورد، ولی آیتما متفاوت بود، غذا نمیشد واقعا هر چی دارم فکر می‌کنم چرا غذای من شب گذشته نشد بخوریم. پریسا میشه بخوریم؟ خب من دارم میگم بخور، چرا نمیخوری؟ من احترام گذاشتم تو بیای. آقا من شروع کردم. وای بوی پونه کوهیش بود. واقعا خدای شکرت، واقعا که پونه نداشت. البته داشت یه ذره خوب بود ولی میدونید مملو از پونه نبود. لازانیا سی داره وقتی مرانه به چه لازانیا میخوره دیگه. وای غذا خیلی خوشمزه. تا غذای مهشاد سرد بشه دوستان توضیح بدم که ما چون اسپانسر داریم اون چسبا رو چون زدیم. گشنم بود هی می‌خواستم تون فوتش بکنم که سریعتر خنک شه و بخورم غذا رو. داغ بخور. اوکیه، من فکر کردم خیلی داغه. غذا رو باید دوباره گرم کرد برای مهشاد. پوینتش اینه سالاد سزار هم داره روش. خواهوه. چی میگی؟ اوه دعوا میشه الان. خیلی خوشمزه بود لازانیاش. واقعا هم روش قشنگ برشته شده بود، هم طعمش خوب بود. حالا از تعمیر بگم واقعا خوشمزه بود. خیلی خوشمزه بود. ببین این لایه رو میبینی؟ دیگه بوی گوشت یه ذره ببینم. این اول یه رایحه اومد دیگه. ببین من یه لحظه لازانیا رو بو کردم اندازه یه نوت بوی زهم داد، ولی نوتای بعدی که نواخته شد همش بوی خوب. بعد دیگه انقدر خوب بود که دوست داشتم کل لازانیای رو میز رو بخورم. اگه 1% بوی گوشت میداد خودم اصلا وقتی میل به خوردنش نداشتم جلو تو هم حتی نمیذاشتم. سالادش خوبه، اشکال نداره دیگه. ما چی بگیم دیگه، سه تا خانم افتادن روبرو ما. بابا حالا هی اینو نگو دیگه، دنبال چی؟ ببین رضا دنبال چی؟ دنبال اگر- کامنت بگن مثلا حسام مظلوم. من که همه حرفامو آره، زدم. هرچی میشه. اگه بخوام با این وضعیت بخوام به ما بگن مظلوم اشتباهه. من آدمم، چرا نباید من حاجی واقعا خنده‌دارترین بفرمایید شام زندگیمو دارم. بگن مظلوم اشتباهه. من آدمم، چرا نباید من واقعا پیش سه تا خانم آدم استرس میگیره. من چی بگم؟ میخوام حرفم بزنن نمیذارم من حرف بزنم. آدم دیگه بالاخره خدا وکیلی بذارید ما هم 2 تا کلمه حرف بزنیم، شاید 2 تا حرف خوب از دهن ما در اومد. مگه همش آدم باید فوش بده؟ نه ولی جدی سوال ازت دارم، لازانیا رو چجوری اون هیچ شکلی فکتی تونستی پشت در بیاری؟ حرفام نیست. یعنی اون شکلی درست کردنش خیلی سخت‌تر از مثلا این شکلی درست کردنشه. لازانیای حسام خوب بود ولی اون چیزی که میخواست و داداش به جون مادرم کسی که منو بشناسه میفهمه دارم اینا رو شوخی میکنم. یکی از بیرون مثل تو ارشی جان اگه منو نشناسی فکر می‌کنی دارم ترحم میخوام، ولی این فرنود و من اینجا میدیدم این رو میگفتم که منو فرنود بخندیم فقط. این خنده ها بعد یه سریا واقعا دلشون میسوزه، مثلا منو نمیشناسم میگن حاجی بدبخت دهنش سرویس شده. این هست امکانش، مثل پست آخر فرنود که گفت رفتم خواستگاری دیگه، کلی فوش بهش دادن، فکر کردن واقعا با 3 تا گل رفته. تونست بیاره، بچه گناه داشت. بخوام بگم این لازانیای مثلا از اینجا این لازانیای حسام بود، لازانیای پریسا اینجا بود. انقدر گرم شد غذا رو دیر آوردی، اونور خنک شدی و اونور افتاد. منظورت یه بار دیگه میگی نفهمیدم. دیر آوردی غذا رو، این گرم شد بعد یهو منفی درجه شد، سرد شد.
چند دقیقه وایسادیم مرغ خام اومد میدونی؟ قضیه اینه. میشد. نه خیلی بیشتر بود. 20 دقیقه کل کارم 5 دقیقه 20 دقیقه بود که میپخت. خانم مهدیس و خانم پیکسی با هم. بله. لابد گروه خانوما هم دارید امتیازا رو با هم میگید. امتیاز. یه گروه دخترونه نه. پریسا واقعا صدای ماریو داد. اگه داشتیم هم حسابمو اد نمی‌کردیم. خب گروه دخترونه است بالاخره دیگه. چرا باید حسابمون وسط اد بکنیم بین سه تا دختر؟ حسام واقعا میگم اصلا فوق‌العاده از سطح جهانی و فرای اون. ولی در کل خواستم بگم که نه همچین چیزی نیستش. یه بازیه تو تیک تاک اومده بود یارو مثلا میگه من میخوام این کارو کنم بعد یکی دیگه صدا اون رو در میاره. دیده بودی؟ بکنم. آره. میشه انجام این بده. عکسشو میره بغلیش صداشو در نه میخواستم بگم عکس برو دلم جیگر میخواد. نوبتی صدا بذاریم رو قیافت خیلی بامزه میشه. الان تو این کارو بکن مهشاد صدا تو بره. خب 1 2 3 من میگم. خب بگو. برو آماده 1 2 3 برو. 1 2 3 بابا آخه تاپاله. دوربینو ببین بگو دیگه. خیلی کم بود. من مرسی محمد دمت گرم داداش. به خدا یک کامیونیتی به خدا یکی حساسم به دوربین. نمیتونم الان به دوربین نگاه کنم. کلام نداشته باشه با یعنی ساوند افکت باشه. یه کاری بکن. اوکی بکن. مثلا میگه کلمه نباشه. اصلا یه ادا بیا. اصلا مهم این نیست. بابا آخه تاپاله آها یه چیز اینجوری. آفرین. خب من 1 2 3 میگم برو. خب 1 2 3 آخه یعنی چی پریسا این چه بازیه؟ بابا پریسا ما دختر رو میدونستیم. حسام فقط نمیدونست که اون بازی چجوریه و پریسا دقیقاً از کسی خواست این کار رو انجام بده که هیچ ایده‌ای نداشت راجع به این بازی. پریسا واقعا کلا تیر اسنایپش روی حسام متاسفانه. ما هم نمیتونیم اینجوری بگیم که میگیم نه. آخ شب بعدی چی بشه؟ اون روزی که من و پریسا دست به یکی کنیم بر علیه باطل مهدیس شد باطل، حق علیه باطل. شب سوم که شب شماست مهدیس خانوم شمشیرم رو قراره بکشم چون من و پریسا دیگه شبمون تموم شده. صبر پیشه کن. این شطور در خونه شما هم میشینه. خیلی بامزه پس لازانیه من اینجا بود، لازانیه پریسا اینجا بود. میرسیم به هم. بود. خیلی فان بود. به نظرم باحال بود. خیلی قشنگ بود. سس بشاملش کو؟ من از سس بشامل خیلی بدم میاد. من زیاد طرفدار سس بشامل نیستم. دوست دارم طعم ماکارونی و اون گوشت شهر کرده رو قشنگ بچشم. ولی نیاز داره سس بشامل دیگه. آخریشه. 3 2 1 یزیدتونو. این بازی بهتر. بدبخت فرصتی که تو داری رو هیچکی تو چه فرصتی؟ چیکار کنم الان من اینجا تو این کامیونیتی؟ یعنی چی؟ یعنی گفت تو چی گفتم؟ یه دقیقه کنم الان من فرصتی که تو داری رو هیچکی چه فرصتی؟ چیکار کنم الان من اینجا تو این کامیونیتی؟ یعنی چی؟ یعنی گفت تو کنار 3 تا خانوم باید از خودت هم باشه بال بزنی. ولی من چرا باید بال بزنم آخه؟ زشت این حرف. پریسا جنسیت زدم مگه من الان من چیکار کنم اینجا نشستم؟ قرمزم خیلی گرممه. به نظرم قضیه اصلی خیلی خوشمزه بود. یعنی هیچ ایرادی نمیتونم ازش بگیرم. واقعا همه چیز خیلی اوکی و خوب بود. جفتش هم خوردی؟ این دوتاش رو هم میشه دلسترم خوردی؟ این برای من نیست. این برای تو بود. نوشابه همه رو گذاشت جلو من ولی من نوشابه هیچ رو نخوردم و امیدوارم که همه مردم ایران به این صحنه افتخار کنن که من حق کسی رو نخوردم. بیا اینا رو هم بگیر بیا. امباپه چیکار کردی؟ همه نوشابه ها رو حالا ندیده بودم انقدر 3 تا خانوم به هم محبت کنن. این همه نوشابه به من بدن. مرسی. همش مال تو. یاد سکانس فیلمی افتادم که واسه خانم مونیکا بلوچی سیگار روشن کردن. قیافتون هم شبیه سیر شدم منتظر چوروسم. چوروس. من باور چوروس نمیدونستم چیه. چوروس بامیه اسپانیاییه. ای رفتی سرچ کردی؟ واقعا من تو ویدیوم خوردم. تو اولین واقعا اسپانیاییه؟ من اونجا حد زدم گفتم ممکن اسپانیایی ایتالیایی باشه. کدومتون
سرچ کردیم. من. واقعا سرچ کردیم. تو الان نگاه کن تو رو قرآن دارم حرف میزنم، ایشونو نگاه کن، تو رو خدا نگاه کن. من تو ویدیوم خوردم. نگاه. واقعا اسپانیاییه؟ شبت میرسه. اینجا چیزی نمیگم. من اونجا حد زدم گفتم ممکن اسپانیایی ایتالیایی باشه. کدومتون سرچ کردیم؟ من. واقعا سرچ کردیم. آره. خب بعد نظرت چی بود؟ گفتم چورس چیه؟ بامیه دیگه. نه بامیه شهد داره. شهد نزن به این اینا. شهد نداره. ببین غذا اصلی رو خوردم واقعا ناامید نشدم. یه مرد هیچ وقت ناامید نمیشه. باید تا آخرین لحظه در سنگر خودم بجنگم و در پی این بودم با عوامل پشت صحنه که یه بار دیگه قسمت من ضبط شه. ولی هر چقدر اینو گفتم که شب پنجم اضافه کنید، واقعا تو چشای آقای رضا آینه یک واقعا ناراحت شد رضا. حتی این پیشنهاد دادن که منو فرنود رو عوض کنن، یعنی از شب سوم و چهارم فرنود بیاد جای من. کیف کردم. واقعا روح و روانشون واقعا پاک سازی شد از دیشب. حسام که واقعا فکر کنم روش نشد بگه یه تیکه دیگه واسش بذارم. مهدیسم گفت این برام بذار ببرم. مهشادم که خب خیلی ریزه میزه است، منظر من طبیعیه غذا شکمون. اگر پیش غذام سالاد نبود نمیتونستم غذا به این سنگینی رو به نظرم بخورم. الان که بهش فکر میکنم کار خوبی کردم، اون انتخاب کردم. ولی کلا حال کردم. من خودم هم خوشم اومد. راضی بودم از غذام. خب بریم ببینیم این چوروسی که پشت سرش حرف زیاده خیلی بدشو میگن چیه؟ از اولی که اومدم دوست دارم چورس بخورم. امیدوارم بستنی هم کنار چورس اون باشه. بیا اینو بگیر. اینو بگیر فقط ساکت شو. ایراد باید بگیرم، متاسفم برات. چویوس. اوه چه شکری. معمولا چورس خانم ببین من اینو تیه میخورم، اما مال خودم هم به تو نمیدم. اگه خوشمزه بود نمیذارن حسام حرف بزنه، غذاش هم دارن میخورن. کلا غذاها که میرسه ذوق دارم که اون غذا رو زودتر امتحان کنم و بخورم. مهشاد میگم کلا حق من تو این کامیونیتی خیلی خوشمزه است. همه میخورن حق منو. مهشاد من امشب چورس ما رو خورد، بخوره. چیکار کنم؟ پریسا دیدی چیکار کرد برای من؟ دستتو بردار خب بذار بیا. تو یه توفم بکن تو غذای ما. بازش کن بازی کنیم. بازش کنم. بابا چوروس اصلا فکر کنم تو اسپانیا هم با بستنی میخورنش. مثلا یه جا تو تهران هست، میگم ویدیوش هست، بذار ویدیومو بیارم. داشت رفتم تو آشپزخونه چوروس درست کردم ایناهاش. داریم روش ما یه نیم لایه میریزیم. اصلا میذاشتی من بریزم. آقا تو اصلا کی؟ بله ما چورس آماده شده. داغ هم هست. 3 تا داغ شما باید داخل بذاری. آقا فضل یکی اینجا میشه، یکی 3 تا. دیزاینو بنده خراب کردم. آقا بیا سس بعد دوباره بزنیم. وایسا بس دیگه زیاد ریختم. خب دیگه ببین بعد ترتر باشه برای پریسا، توش خیلی نرم بود. آره. بابا بذار بخوریم چایمون خوب. بخور. کسی ازت نگرفته اونو. مثل بامیه بود. چیز عجیبی، من تا حالا واقعا نخورده بودم. مثل بامیه‌ای بود که انگار شهدشو کلا از جونش کشیدی بیرون. دسر که یک بود ولی با کلی مشکل. چرا؟ دسر به نظرم خیلی مشکل داره. چطوری واقعاً. بعد یکه؟ عیسا باز داریم چورس؟ خوب بود. بیا بدبخت. نه کلا برای باید بخوری. ببین نخوریم اینا رو همه رو، اگه نخوری اینم گوش نخوری. بعد اینجوری بودم که دوست داشتم سریعتر بخورم، واسه همین چورس حسامم خوردم که بعدش بهش پس دادم. ولی خب باید همونجوری شای بامیه باشه حدودی، ولی بافتش بامیه نبود، شل بود وسطش، انگار لاش یه چیزایی بود و اینا، ولی خوشمزه بود. ما خوردیم. وایسا یه چیز دیگه هم بیارم. حسام الان هیجان زده میشی. چورس من انتظار چیز داشتم دراز باشه، ولی انقدر بود. زدی تو شکلات بعد بزن این تو. یه ذره بریز کف دستمون. کف دستت چرا؟ بابا میخوریم دیگه. من واقعا واسه 5-6 تا چورس انقدی اومده بودم، ولی همه چورس‌ها انقدی بود. پریسا میشه توضیح بدم راجع به چورس دکم؟ خب من اول توضیح بدم که درستش کردم. نه. میخوای حرف بزنی بعد اول زنگ بزنیم. پریسا ببین، اولا چورس نباید وسطش چیزی باشه، انگار وسطش کرمه. 2
چورس معمولا مثل همون بامیه‌های خودمون درازه. ما ایرانی‌ها هستیم که بامیه کوچیک و بلند داریم. سه دیگه هیچ خوشمزه است. کم شد تحت تکثیرم قرار نگرفتم. خوشم اومد واقعا، چون من کلا اهل خیلی شیرینیجات و اینا نیستم. میگم قهوه هم که گفتم تلخ میخورم. همون بامیه است، فقط شیره نداره. مشهد اینجا شبیه چیز شده. مشهد اینجا شبیه اون میکنم تو کابینت عشق ابدی شده، پژمان عشق ابدی. همون بامیه است، فقط شیره نداره. یعنی شیرین نیست، اون چسبونکی که میزنن روش نیست. حسام کی متخصص شد؟ اونم شکلات هست خب. و اینکه ببین وسطش هیچی نداره، این یه خمیره خب که تو اونو سرخ میکنی. نه خمیرش رو درست میکنی سرخ میکنی خب. یعنی اصلا غیر ممکنه بتونی وسطش چیزی بزنی. شکلات من اصلا هم اولم گفتم زیاد شیرینی پسند نیستم، شکلاتش خیلی شیرین بود. ولی خب حالا به احترام پریسا خوردم، یه چند باری زدم، یه کوچولو موچولو خوردم. شکلات غیر شیرین هم مگه هست؟ ببین اینو اینجوری هم میتونی بکنی، اینجوری بزنی این تو خب بعد اینو اینجوری کنی. ناکن ایراد زیاد گرفتم. دیدی؟ ایراد زیاد گرفتم از امروز. اصلا زیاد نشدم اگه نیتت این بود. نه من که هیچ وقت نیت ندارم کسی رو ناراحت کنم. همینجوری پرسیدم ناراحت شدی یا نه؟ اما این شد که اگه می‌خواستم. شدی می‌خوام ولی ازت به معذرت نظرم خواهی واقعا کنم. شیرینیش هم اصلا این گروه اندازه اصلا است. کسی خب چون من کلا چیزای شیرین دلم نیست. ببخشید. اصلا ببین، دیگه امروز واقعا داریم با صحبت هم به نمی‌کنم. مشکل خانم می‌خوریم. تیه من امروز دیگه داریم با صحبت هم تا به برم مشکل تو اتاق ببخشید. دیگه حرف یه دونه نمیزنم. از این چروساتو خوردم. اخلاق تو عوض کن. جالب بود، من دوست داشتم، یعنی خوب بود. اینکه زیاد شیرین نبود، چون بامیه مثلا همون بامیه خودمونه. بامیه خودمون مثلا واقعا یه دونه بامیه میخوری واقعا، یعنی قشنگ یه دونه رو با 2 تا چای میتونی بخوری، اینقدر که شیرینه. حسام جون با من حرف بزن داداش، من جوابتو میدم. بفرمایید. من دست تو غذا کسی نمی‌کنم. مشخص. ببین فقط اینو نمی‌خورم. ببین اخلاق تو بچه 4-5 دیگه هست اگه میخواین. بیار مشهد دوست. بیار حساب میخوره. باورم نمیشه حسام آبرو بر. من یه دونه دیگه میخوام. میان الان میان من کم نبود چروسا، ولی احساس میکنم اونقدر سبک بود، یعنی مثلا اونقدر شیرین نبود. مثلا احساس کردم دوست دارم دوباره بخورم، چون چایم تقریبا نه زیاد نه کم بود، اوکی بود. چروس کم نبود، به تعداد بود دیگه، نفری 5 تا دونه بسته. تازه بعد اون همه پیش غذا و اینا به نظرم تعدادش کافی بود. ببین کلا همینقدر الان اضافه است. یک نفر یه دونه. من چون تو بشقاب یعنی 5 تا نفری گذاشتم دیگه اینا اضافه. پریسا خیلی عجب گلی زدی. 5 تا نفری گذاشتم دیگه اینا اضافه. پریسا خیلی بشقاب یعنی 5 تا نفری گذاشتم دیگه اینا اضافه. پریسا خیلی عجب گلی زدی. اون وقت میگه من کجا آبرو احساس برم. میکنم خوشمزه میشه، احساس میکنم خوشمزه. بابا این چرا تو همه چی میکنه تو لیوانت؟ آب میارم پرتقال میکنه تو لیوان. کردم واقعا خوشمزه بود. بعد جالب بود، من اون خورده چی بهش میگن، اون خورده شکلات رنگیرم که ته چای زدم، چایمو که تمام کردم دیدم ای چه مزه خوبی میده اگه مثلا کل اینو اینجوری میکردی. ببین این ترده الان اینو میتونم اینجوری بمالم داخل سس و بخورم. یه ذره از حجم معذب بودنم الان تازه کم شد. دوست داشتم، خوشمزه بود، زیادم شیرین نبود خود چروسه. شب من میتونیم دوباره برگزار کنیم؟ خیلی صدای اون مشکی خیلی بهتره. کسی صدای منو داره؟ شب من میتونیم دوباره برگزار کنیم؟ چرا؟ که من غذامو درست کنم، چون انقدر رو من فشار بود، فشار پشت صحنه، فشار قصد. بابا دارم میگم میخوان منو جلو خانم. من به خاطر آقا من مطمئنم کسی که پشت این برنامه است فمینیسته. جز این که بگی من فمینیست. انداختن دیگه چیزی و یه چیزی بهت واقعا. بگم، هم از کله رو من فشاره، هم از سیبیلی که نذاشتین و من ببین دارم. چقدر رو مردا فشار سیبیل دارن. چسب این آهان متوجه. طبیعیه. من چون یه بار درست کردم بعد از اینکه منو رو دادم به رضا، یه بار درست کردم، الان دفعه دوم بود، خیلی از دفعه قبلی بهتر شد به نظر خودم. جالبه مامانم بهم گفت منو تو یه بار درست کن، بعد نکردم اینجوری شد. و اینکه همه به نظرم دوست داشتم. بیا تو من بنداز. دارم دسر میخورم. من میندازم. شیریا خط. بین تو و مهدیس. خوب بود، اوکی بود. همون گلیا پوچی بود که خودم برای پریسا آورده بودم.
باحال بود و متاسفانه منو با حسام نوبه انداخت. من واقعا لذت نبردم از گلیا پوچ. به نظرم بامزه بود این که گلیا پوچ بازی کردیم. چایی داریم ما؟ نه. چرا گفتم افتاد تو این خط. مایم. ببین بردیم ما. ولی خوب ما خوش میگذرونیم کلا، ولی من کلا تفریح مورد علاقم گلیا پوچ نیست. یعنی مثلا دوست داشتم مارپله‌ای، سنگا از قیچی، حکمی. قیسا میگه من فکر نکنم با حسام بتونم برنده باشم. ذهنیت بازنده اول بازی منو نه برنده. حسام گلیا پوچش خدایی خیلی خوبه. شوخی ندیدی گلیا پوچ علیزو دیاکو؟ چرا با آدم شوخی میکننش؟ مطمئنم ندیدم. نگاه اصلا گل دست ماه. نه الان اینو تا مونوپولی، ریسکی چیزی بازی میکردیم. خب دوستان وقتشه که مهران مدیری بشیم. به نظر من تو دست چپ مهشاده، ردم نکردن، تو دست چپ خودش نگه داشته. دست پریسا کلا نیست. خب من همین نظر دارم. گل. وایسا حرکت نرفته گل. اصلا. خب من میخوام برم. آقا گلو بده میگم. میخوام حرکت بابا گلو بده. قبوله. میتونه. فوقش میافتیم عقب دیگه. بفرمایید. مرشد شما. گل. دست پریسا عمرن باشه. گفتم دست پریسا. خدا بزنی. یه بار دیگه بده. هیچ. خدا. هر کی سشه. نه این تستی بود. آخه پریسا یه آدم خیلی با انرژیه، میتونه سرگرمیای خیلی بهتری بذاره که قشنگ سرگرم شه، بعد قشنگ حسابو بچزونیم. مهدیس خانم شما گلیا پوچ آوردی به این خونه. تموم نمیشه هیچ وقت این قضیه. تو بازی کن. چشم بسته حاجی میگم این راست چه حرکتی مهشاد. بود واقعا؟ تو بازی کن. این چی بود؟ چشم بسته میگم راست مهشاده. حالا داشته باش. ببخشید من. یه خالی بازی کن پریسا. مطمئنی؟ اینو بیا. من حس میکنم پریسا این سیبیله رو از روی جنازه برداشته. بعد تلسم امشب. من اصلا دست من شده. من کلا حس نمی‌کنم. من شاید بگم شما بکن. یه خالی بازی کنن، خالی بازی نکنن. چه کم کیفیت شد. قشنگ رفته تو نقش فردی مرکوری. خدا رحمتش کنه، خواننده خوبی بود. این مهشاد این میخواد رد کنه. میدونی دست خود مهشاده. دست مهشاده. منم میگم مرشد. بگو چون من دست قبلی گفتم با چپت گفت. دستمو نگاه خیسه. یه خوب بود ولی کلا با بچه‌ها خوش، کلا آدم مگه میشه بره توی جمعی بد بگذره؟ همه یک کامیونیتی ان اینجا. 2 دست ما بردیم ولی خب گفتیم حالا یه دستم توپ دست اونا باشه ببینیم مثلا چه جوری میخوان بازی بکنن. با مزه بود به طور کلی. بریم ببینیم آقا اسلام با دستای کوچولوش چیکار قراره بکنه. داره نمایش بازی میکنه. تئاتر زنده. مهدیسم الان واقعا خستم از خودم حاجی، واقعا خستم دیگه. میخوام امشب بعد از این نمایشم مثل چیز بمیرم. میخوام برم تئاتر، میخوام بازیگر تئاتر شم. اونجا هم قدرمو نمیدونن، تئاترم نمیرم جلو. کیو بیداد میکنه تو این شهر. مجلس بیا بالا. بیا بالا برو جلو. یه بار دیگه برو دیگه. بازم بگم. خب الان این که معلومه نیست. گرفتم میگه. خب اینو پر کنم الان. پر کنم. هر کاری میخوای بکن. بگم. خب چپتا. چپ هم میشه کدوم بر؟ ساعتتا. حسام چپ و راستت هم بلد نیستی داداش. میدونستم راستتا. تو چپ شد. بذار یکم فکر کن. و متأسفانه ما باختیم خیلی فجیح البد. 4 نمره اولیه به خاطر پذیرایی، اخلاق و اتفاقاتی که در شب افتاده اختصاص میدم. باقی واسه آیتما. امشبم مثل دیشب خیلی به من خوش گذشت. پیش غذام خوب بود، لازانیام خوب بود، دسرم هم خودم حال کردم. از دفعه قبلی خیلی بهتر درست شد خمیرش. بخوام نمره بدم امشب کلا شب خوبی بود، خوش گذشت، گفتیم خندیدیم.
غذایی هم واقعا خوب بود. یکم فقط پریسا رو خیلی کمتر داشتم، اونم خب به خاطر اینکه میزبان بود ایراد نمیگیرم اصلا. ایرادی نمیتونم ازش بگیرم به اون شدت. اگه بخوام یکم نمرش رو کم بکنم فقط میتونه به خاطر سیری باشه که یه ذره توی پیش غذاش اذیت هم کرد. پیش غذامو داشتم پشیمون میشدم، یعنی با خودم فکر کردم گفتم کاش سالاد نبود، خیلی ساده است، ولی با اینکه ساده نیست، سالاد ساده ای نبود. سالادش خوشمزه بود ولی اونقدر باب میل من نیست که بخوام همیشه بخورم. خورده سیرش زیاد بود، من کلا سیر دوست ندارم چون سعی سردرد میشم. از خودم راضی بودم، صدمو گذاشتم دیگه خدا وکیلی. یه چیز دیگه هم که بود این بودش که یه ذره طول کشید تا بخواد غذای اصلی رو بیاره، یعنی از تایمی که پیش غذا رو آورد تا اینکه بخواد غذای اصلی رو بیاره طول کشید واقعا. غذای اصلی هم خیلی خوشمزه بود، واقعا لازانیا خوشمزه بود، خیلی خوشمزه درست کرده بود. غذا اصلی هم به نظرم یه ذره سایت بیشتر میذاشت، گوجه خیار کنار سالاد، یعنی قشنگ سالاد میشد بهتر بود. یعنی از این بهتر دیگه مجلسی میشد، مامان بابا پسند، مادر شوهر پسند، اون شکلی میشد که دیگه به نظر من در حد اینکه 4 تا رفیق داریم بفرمایید چون میگیریم واقعا صدم بود. دسرش هم واقعا خوب بود ولی به نظر من دسر اون چنانی که باید چورس می بود اونقدر نبود. دسرش هم دوست داشتم، دسر خیلی خوشمزه بود. چورس ببخشید خوب بود. آیس لته که اصلا هیچی دیگه، یه نمره اضافه تر واسه آیس لته میخوام بدم، به خودمم مربوطه. احساس میکنم بیشترین نمره رو چش نزنم فکر کنم حسام بده، کمترین نمره رو فکر کنم مهدیس میگیره. مهشاد بده. من به پریسا 9 میدم. خیلی خوبه. اون یه نمره‌ای که کم کردمم به خاطر سیر و یه مقداریه که طول کشید، بیشتر به خاطر اون سیر است. البته حالا اون که طول کشید و خیلی توجهی نمی‌کنیم بهش. نمره 9 عالی. کلا احساس میکنم زیر 8 کسی نمیده. ولی برخورد خوب بود، پذیرایی خوب بود، ولی مثلا یه جایی وسط حرفم پریسا میپرید یه ذره واقعا رو مخم بود یه مقداری، و اینکه یکم واقعا نمیخوام مظلوم نمایی کنم ولی یه ذره یه جوری بود. ایرادایی که مثلا تو ذهنم از نظر خودم، یعنی مثلا رفاقت و اینا رو بذاریم کنار، در نظر بگیرم یه سری‌ها رو اصلا کلا نادیده میگیرم و بهش نمره من به خودم از 1 تا 10 15 میدم. اگه یه همچین لازانیه یه همچین سالاد بس دیگه با حالمون رو به هم نزن پریسا. نمره 8 میدم. نمره 8 هم خوبه. ببینیم حسام چی کار میکنه. ولی چون 2 شب دیگه داریم و امکان داره که مهشاد و یا مهدیس شب بهتری رو رقم بزنن، اگه حسام 10 بده 9 هم بده راضیم. 8 رو میخوام بدم. 7 دیدم برعکس بود، شاید هم این 8 باشه، 88. ولی من 8 رو میدم و پریسا جان احساس میکنم قهرمان میشه. پریسا احساس میکنم آشپزی بهتری خواهد داشت، علاوه تجربه بالاست پریسا در آشپزی. واقعا من خودم برنده میبینم. من گفتم احساس میکنم رقیبم مهدیسه واقعا، اونم چون حدس میزنم مهشاد چون اما خیلی کوچیک‌تره تجربه آشپزی نداره، رو این حساب رقیب خودم و مهدیس میدونم. مهدیس رو هیچ ایده‌ای ندارم. حالمو دارید به هم میزنید با این حرفاتون دیگه، برید خونتون سریعتر. خوب دادم، شاید مثلا 9 هم میتونستم بدم. پریسا چرا میپریدی وسط حرف من؟ 10 بار اومدم حرف بزنم هی اینجوری میخندید. پریسا جان 1 بار 2 بار 3 بار 87 بار پری اینجوری بخندیدی به من. حسام پریسا مگه دوستت نیست؟ خوب دادم، مرسی از همه. مثلا تو خونت میزبان 15 تا آدم هم باشی بازم فرق میکنه تا اینکه جلو دوربین میخوای حتی 1 نفر میزبانی کنی. این به نظر من همه چیز برنامه پیش رفت و زمان. من واقعا نگران تایم بودم، تنها چیزی که من سر تایم همه چیمو درست کردم، فقط مهدیس دیر رسید برنامه‌ریزی زمانی من به هم ریخت، وگرنه کلا رو تایم و برنامه جلو رفتم. خب پریسا با 25 امتیاز و اختلاف بسیار کمی که با حسام داره فعلا برنده بازی. بعد ببینیم هفته سیسه من چرا این شکلی هستی؟ هر شب با این کفش آینده شب بعدی خونه خانم مهدیس چه اتفاقایی خواهد افتاد.
ممنونم ازتون، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این قسمت. دوستان حتما یادتون نره که سابسکرایب. خب بریم کامنتات. چت بهترین بخش کامنتات. پیکسی یه کلمه خودش تعریف میکنه، یه کلمه حسامو تخریب میکنه. مریم نوشته حسام خیلی مظلومه. مریم خانم مرسی. آقا دمتون گرم. بعد که به ما بی‌احترامی کنن. ما که آب از سرمون گذاشتیم، ما که رفتنیم دوستان. ما $500 رو باختیم، ولی همین روزاست که $500 دونیت میشم و این پوله برمیاد تو جیب من. تو جیب من نره، تو جیب کی بره؟ بچه‌ها خیلی دوستتون دارم، عشق منی.